بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد علی ابراهیم و علی انك حمید مجید. میکنم خدمت همه شما خوبان، عزیزان و مهربانان. در برنامه گذشته درباره بانوی بزرگوار تاریخ، درباره سردار بانوان بهشت فاطمه زهرا رضی الله عنها صحبت خودمون رو آغاز کردیم و اگر به خاطر داشته باشید گفتیم که این بانوی بزرگوار چهارمین دختر رسول الله علیه و سلم در سال 5 قبل از بعثت پیامبر اکرم علیه السلام، اون سالی که پیامبر عزیزمان 35 سال سن مبارکش بود و بانو خدیجه رضی الله عنها مادر بزرگوار فاطمه زهرا 50 سال سن داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم در همون روزی که خانه کعبه تجدید بنا شد و پیامبر علیه السلام با ذکاوت و تیزهوشی خودشون یک جنگ و یک خونریزی رو پیشگیری کرد و سنگ حجرالاسود رو خودشون با دست مبارک در مکانش گذاشت. در همون روز بشارت داده شد به تولد بانوی دو عالم فاطمه زهرا. در خانه‌ای به دنیا آمد که در اون خونه 5 سال قبلش یا حداقل 2-3 سال قبلش علی هم وارد شده بود. 5 سال قبل علی به دنیا آمده بود در خانه ابوطالب و چند سالی است که میهمان خانه محمد امین علیه السلام به خاطر مشکلات مالی که پدرش داشت و پیامبرمان بزرگواری کرد و علی رو به خانه خودش آورد. علی که سرنوشتش با فاطمه زهرا گره خورده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم خدیجه کبری به همراه دختران بزرگوارشون وقتی که عبدالله به دنیا آمد، برادر کوچکتری که بعد از فاطمه به دنیا آمد 1 سال بیشتر عمر نکرد و فاطمه خردسال بیشتر از 1 سال فرصت برادر کوچکتر بازی باشه. رفت، زینب خواستگاری شد، ازدواج کرد، به خونه خودش رفت. ام کلثوم و رقیه هم خواستگاری شدن، نامزد شدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که فاطمه زهرا 5 سالشون بود دعوت و رسالت خودشون رو شروع کردن. این دعوت معناش جنگ و دشمنی قریش با اونها بود، با کل این خانواده. این خانواده دیگه اون آرامش قبلی رو تجربه نکردن. از دوربری ها اهل خانواده داخل فضای خانه همه ایمان آوردن. از بیرونی ها ابوالعاص داماد خونه ایمان نیاورد. عتبه و عتیبه 2 داماد دیگه که هنوز ازدواج نکردن هم ایمان نیاوردن، بلکه حتی دشمنی رو شروع کردن و رقیه و ام کلثوم رو طلاق دادن. و فاطمه زهرا با اینکه سنش کمه همه این موارد رو داره میبینه و داره تجربه میکنه. از اون طرف در خارج از خانه مردانی ایمان آوردن مثل ابوبکر، مثل عثمان که اینها دست از حمایت از پیامبر بر نداشتن. فاطمه هیچ وقت فراموش نکرد که عثمان بعد از اینکه فرزندان ابولهب خواهرانش رو طلاق دادن، 2 تا خواهرش رقیه و ام کلثوم رو پیشگام شد و این افتخار نصیب شد که با رقیه ازدواج کنه. رقیه رفت به خانه عثمان و همچنان در کنار خانه کعبه جدیدی که این بنای جدید عمرش به اندازه عمر فاطمه زهرا رضی الله عنها بیشتر نبود، در کنار همین خانه اون افرادی که دیروز انقدر به پدرش احترام داشتن امروز مورد ضرب و شتم رو قرار میدن و اونجا ابوبکر مردانه ازش دفاع میکنه. فاطمه زهرا در مکه مکرمه رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعوتش هم اسم فاطمه رو ذکر کرد تا نشون بده به اطرافیان که حتی عزیزترین فرد زندگیم که برام فاطمه است، من کاری نمیتونم براش انجام بدم مگر اینکه خودش با ایمان آوردن، با عبادت، با تقرب به الله تعالی خودش رو
نزدیکتر و نزدیکتر کنه به الله تعالی و از آتش دوزخ دورتر و دورتر کنه. ذکر نام فاطمه زهرا، فاطمه خردسال، در اون سخنرانی از رسول صلی الله علیه و سلم نشان از محبت وارای پدر نسبت به این دختر داشت و عزیزترین فرد زندگیش رو ذکر کرد تا صحبت خودش رو محکمتر و مستدلتر بکنه. فاطمه زهرا مدتی رو بیشتر نگذرون که مشکلات بیشتر و بیشتر میشد تا اینکه خواهر رقیه به همراه عثمان، اون یار دیرینه پیامبر علیه السلام، به سمت حبشه رفت و اون در خانه به همراه ام کلثوم نشسته بودند و هر چند وقت یک دفعه زینب سر میزنه به خانه مادر مهربان. هر وقتی که شهبانوی خردسال رو میبینه، فاطمه زهرا رو، محبتش به این فرزند بیشتر و بیشتر میشه. همونجوری که هر وقت پدر رو میبینه محبتش به پدرش هم بیشتر میشه. محمد دیروز رسول الله صلی الله علیه و سلم امروز، در دید مادر همسر دیروز با همسر امروز خیلی فرق میکنه. در دید تمام اطرافیانی که بهش ایمان آوردن هم همین گونه است و رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنان در مکه مکرمه خبر ایمان حمزه و عمر مبارک زهرا هم برای فاطمه زهرا، هم برای دیگر مسلمانان، هم برای مادر، چون فاطمه میدونه که بعد از ایمان این دو پهلوان قریش دیگه کمتر جرأت میکنن قریشیان که مستقیم بیان و پدر رو آزار و اذیت بدن. فاطمه هر کسی که از پدر حمایت کنه اونو دوست داره. هر دختری که ببینه پدرش مورد آزار و اذیت قرار میگیره و دوستانی داره پدر که ازش حمایت میکنن، دوستان پدر رو دوست داره. یقینا این گونه است، طبیعت بشر این گونه است و اسلام این دو نفر هم همه مسلمان ها رو خوشحال میکنه. بعد از اون چند مدتی دوباره رقیه برمیگرده و رقیه وقتی که برگشته بیشتر خوشحال میشه. فاطمه زهرا از برگشتن خواهرش یقینا حتما وقتی که همدیگر دیدن خوشحال شدن. فاطمه گرچه که 11-12 سال بیشتر عمر نداره اما خاله میشه برای علی پسر زینب، برای علی پسر ابوالعاص و اولین نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا میاد و فاطمه زهرا صفت خاله شدن رو هم تجربه میکنه. خاله خردسال خوشحال از اینکه خواهرش صاحب فرزندی شده و نه تنها این خاله، بقیه خاله هم خوشحالن. هم رقیه خوشحاله، هم ام کلثوم خوشحاله، هم مادر بزرگ و پدر بزرگ خوشحالن. در کنار این خوشحالی های داخل خانه، ناراحتی ها و غم ها و غصه های خارج از خانه هم اینها رو آزار میده. خبر شهادت سمیه، خبر شکنجه های ابن مسعود، خباب، بقیه خبرهای تلخیه. آیات قرآنی نازل میشه در فضای خونه. آیات قرآنی بشارت ها داره، نشان از صبر داره. آیات قرآنی از بهشت میگه، از قیامت میگه، از مشکلات انبیای گذشته میگه، از الله تعالی و قدرتش میگه، از وعده های الله تعالی برای صابرین و مجاهدین و کسانی که هجرت کردن از اونها صحبت میکنه و همچنان مشکلات بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه قریشیان اون پیمان ظالمانه رو امضا میکنن که بنو هاشم همه باید در شب ابی طالب محاصره بشن. فاطمه هم با اینکه در اون دوره و زمانه هنوز 12 سال از عمر مبارکش بیشتر نگذشته، باید به همراه پدر و مادرش و ام کلثوم خواهر بزرگترش و بقیه افراد بنو هاشم برن به شب ابو طالب. این بی معناست که دیگه از اون خونه هم خبری نیست. اون خونه‌ای که در اون خونه به دنیا اومده، 12 ساله که در اون خونه داره زندگی میکنه، الان باید اون فضا رو ترک کنن، برن در یک دامنه کوهی. اون دامنه کوه امکانات خوندن اصلا نداره و اون دامنه کوه دیگه فضای آرومی نیست. اون دامنه کوه گرمای شدید، مشکلات، سختی ها رو به همراه داره. در سال 7 بعثت رسول صلی الله علیه و سلم بانو فاطمه زهرا در حالی وارد شب ابی طالب میشه که 12 سال بیشتر نداره.
مادر از دیدن لحظات سختی که بر دختر نازنینش میگذره بسیار ناراحته. حداقل کسانی که بزرگتر هستن، پدر و بقیه افرادی که هستن بزرگترها، تحملشون شاید بیشتر باشه. ام کلثوم هم حداقل 2 سال 3 سالی بزرگتر از فاطمه زهراست و صبر و استقامتش بیشتره. اما کوچک این جمع، خردسال این جمع از خاندان رسول صلی الله علیه و سلم فاطمه زهراست. علی هم در شب ابی طالب هست. علی هم 12 ساله که فاطمه زهرا هر روز علی ابن ابی طالب رو میبینه. برادر بزرگترشه، گویی که مثل برادری داره باش زندگی میکنه و در شب ابی طالب اون هم هست. زید و بقیه کسایی هم که در این جمع هستن، اونها هم در شب ابی طالب هستن. در اون 3 سال سخت از 12 سالگی تا 15 سالگی عمر بانو فاطمه زهرا رضی الله عنها در شب ابی طالب گذشت، در داخل یک گردنه کوهی که دمای تابستون در اون فضا به بالای 60 درجه هم میرسه. امروزه با امکانات امروزی هم واقعا تحمل کردن این دما در مکه مکرمه مشکل. در اون شرایط سخت، بیماری هایی که اطرافیان میگیرن، صدای گریه بچه ها، نوزادها، گرسنگی ها، بیماری ها، مسلمان های دوربر رو هم زجر میده و آزار میده. اما کسانی که به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن، تمام خاندان نبوت من جمله خدیجه، من جمله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و فاطمه و ام کلثوم رو از یاد نبردن و هر کاری که از دستشون بر بیاد انجام میدن و تلاش میکنن. در این فضا فاطمه زهرا میبینه که ابوبکر از هر مسیری که بتونه، از هر راهی که بتونه سعی میکنه تا مالی رو، تا غذایی رو، تا یک آذوقه‌ای رو برسونه به داخل این شب ابی طالب. با تمام محاصره‌ای که اونجا هست، نگهبان‌هایی که گذاشتن، پول خرج میکنه، مال خرج میکنه، این به این پولی بیشتر میده، به اون پول بیشتر میده، از غفلت این استفاده میکنه، از غفلت اون استفاده میکنه، تا مقداری از این غم، اندوه و غصه کسانی که داخل این شب هستن رو کمتر کنه. از اون طرف عمر تلاش داره، از اون طرف عثمان تلاش داره و همه تلاش میکنن. حتی برخی از کسایی که ایمان نیاوردن مثل حکیم ابن حزام، پسردایی فاطمه زهرا، اون هم تلاش داره. همون حکیم ابن حزامی که زید رو به خدیجه هدیه داد، گرچه مسلمون نشده، هنوز ایمان نیاورده، اما دلش برای عمش، برای فرزندان عمش میسوزه و اونها رو سعی میکنه که کمک بکنه. از اون طرف پسر دایی دیگه فاطمه زهرا، زبیر، اون هم تلاش داره تا برای عمش، برای دختران عمه خودش تلاشی بکنه و اینها هرگز از ذهن فاطمه زهرا در اون شرایط سخت که اونها آذوقه برای خوردن نداشتن، غذای مناسبی نداشتن، وضعیت معیشتی زندگی سخت بود، حتما این خدمت‌ها و احسان‌ها در ذهن ایشون باقی مونده. اون 3 سال سخت بالاخره به پایان میرسه. شاید در اون 3 سال بیشترین چیزی که فاطمه زهرا رو اذیت میکرد و آزار میداد، اون پژمرده شدن مادر بود در جوری چشمان فاطمه زهرا. فاطمه زهرا که در اون سن و سال الان بیشتر از هر سن و سال دیگه احساس میکنه که نیاز به مادر داره. میدید که مادر در شرایطی که سنش به بالای 60 رسیده، در سن 62 سالگی مادر وارد اون شب ابی طالب شد و وارد اون فضای ظالمانه شد و 3 سال رو تحمل کرد. در این 3 سال خدیجه کبرا مادر فاطمه زهرا روز به روز پژمرده تر شد و دیگه داشت کم کم گویی که داره وداع میکنه و داشت نزدیکتر و نزدیکتر میشد به لحظه پایان زندگیش. این لحظه برای فاطمه زهرا زیاد خوشایند نبود. فاطمه زهرایی که روز به روز داشت رشد میکرد و تازه داشت به اوج زندگی خودش میرسید، به لحظاتی میرسید که باید اون لحظات سن ازدواجش نزدیک میشد، میدید که مادر روز به روز مشکلات بیشتر میشه. برای پایان یافتن اون ابی طالب، اون پیمان ظالمانه، خبر خوشی بود. فاطمه زهرا به همراه مادرش، به همراه ام کلثوم که در اون شب بودن، خواهر بزرگتر، دوباره
إلى أذربيجان لتمر إلى أوروبا، هذه ناحية ثانية. وثالث، إيران الآن محاصرة أيضا من قبل طالبان السنية الطالبانية الإيرانية، وإن كانت رماد تحت النار لكن إيران تحسب ألف حساب. إيران التي كانت تقيم سياستها خلال 40 عاما الماضية كالصفوية تماما، إشعال الفتن في المنطقة كلها، يمينا يسارا شمالا جنوبا. أي إيران تريد إشعال المنطقة وإشغالها بنفسها حتى ما تصل نار الآخرين إلى إيران. إيران اليوم صارت محاصرة، وأيضا عميل إيران في لبنان أصبحت مشغول في نفسها. إذا إيران الآن انقلب السحر على الساحر. ما الذي تخشاه دكتور عبد الرحيم؟ ما الذي تخشاه إيران من عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان؟ هذا سؤال مهم جدا. الأفغان هم الذين أسقطوا الدولة الصفوية الشيعية الغالية، والشيعة لا ينسون هذا. هذه من ناحية. الآن الطالبان أصبحوا أذكى سياسة من السابق، وينتهجون نهجا لينا ليكسبوا الشيعة في داخل أفغانستان، وهذا عمل جيد. ولذا هذه الانفجارات التي تحدث كلها تخدم إيران، سواء كان من خلال داعش أو من غير داعش. وإذا كسبت طالبان الشيعة في داخل أفغانستان ستكسب السنة في الحدود كلها أيضا من باب أولى في حدود الإيرانية. حدود الإيرانية كلها سنة، من شمال شرقي إلى جنوب شرقي، أي من السراقس إلى شابهار، كلها مناطق سنية. طيب، وإيران ظلمت السنة، والخائن خائف، والخائن خائف. وإيران تعرف الشعب الأفغاني صعب المراس، سواء كان طالبان أو حزب إسلامي أو جماعة إسلامية أو أحمد مسعود ورثته، كلهم بالنسبة إيران يعني يعرفون الخطر الإيراني، وإيران تعرف خطرهم. بما أن إيران حظمت حقوق السنة، الخائن خائف. لو كانت تعدل مع السنة في إيران ما كان أي دواعي للخوف. ولذا إيران الآن تحسب ألف حساب، صارت محاصرة. صحيح أنها تلعب بلعبة المقاومة، وهذه مقاومة المزورة، لكن الآن بعد 42 سنة انكشف للشعوب العربية ولغير العربية أن إيران تدعي المقاومة تذبح السنة، تدعي مقاومة إسرائيل ولكن تذبح السنة في العراق، وتذبح السنة في سوريا، وتذبح السنة في اليمن، وتذبح السنة في أفغانستان، وتذبح السنة في داخل إيران. إذن النفاق الإيراني انكشف سواء للشيعة أو للسنة، وأمر بحاجة إلى تغيير المعادلة السياسية، الوضع السياسي. وإيران في الداخل مهزوم أكثر من الخارج كالصوفيات تماما. وضربت هذا المثال سابقا. الصوفيات بقيت بمجرد ما انخلت عن عقيدتها انتهى بالقوة والسلاح، لا تبقى دولة. إيران في داخلها الآن لا يوجد تشيع انهزم في داخل إيران. التشيع الإيراني الولائي الغالي بقي في خارج إيران. ليش؟ لأن هؤلاء ولاؤهم لإيران، شيعة إيران تركوا ولاؤهم لإيران، لشيعة إيران. شيعة خارج بسبب الفلوس، بسبب الدولار، ولاؤهم لإيران. إذا انقطع الدولار انقطع الولاء. أي أنهم مرتزقة، سواء فاطميون أو زينبيون أو حزب الشيطان أو بقية الأحزاب، والآن بصدد إيجاد حزب الحسيني في أذربيجان. كل هؤلاء المرتزقة يتحركون بالفلوس والمال. إذا انقطع المال انتهى الموضوع. طيب دكتور عبد الرحيم، فيما يتعلق بتركيا وباكستان وربما أذربيجان، واليوم بعد صعود طالبان إلى السلطة في أفغانستان، إلى أي مدى هذا الحلف يمكن أن يمثل ضغطا قويا على إيران فيما يتعلق بتعاطيها مع أهل السنة في الداخل؟ هذا إيران تحسب ألف حساب لهذا الضغط، لأن الآن تركيا أصبح قريبة لبحر قزوين عند أذربيجان، وهذا سيؤدي إلى تغييرات جيوسياسية كبيرة في المنطقة. وفي ظل هذه التوترات تبقى جميع السيناريوهات مفتوحة.
لكن هل إيران تغير معاملتها مع السنة في داخل إيران؟ ما أظن ذلك، لأن إيران لا تفهم إلا لغة القوة، وسنة إيران كالأيتام في مائدة اللئام. لا باكستان تدافع عنهم، لا تركيا تدافع عنهم، لا الخليج تدافع عنهم، كلهم يتوجسون من إيران، وإيران تعرف ذلك. هنا المشكلة. لكن بحمد الله تعالى بعدما يسر الله لنا الانطلاق بالقنوات الفضائية، الآن إيران تحاكم شبه يومي المهتدين من الشيعة في جميع المدن الشيعية، ليس في المدن السنية، في جميع المدن الشيعية. ولذا أنا أقول منذ 30 عاما قناة واحدة تعمل ما لا تعمله الجيوش. اليوم العصر عصر الإعلام، لو بعث نبي لبعث إعلاميا كما يقول أحد الدعاة، ولا شك دعوة الأنبياء إعلام. لكن هل بني قومنا وبني عقيدتنا وبني ديننا يفهمون هذا الأمر؟ هنا المشكلة. طيب دكتور عبد الرحيم، إذا عدنا إلى أذربيجان والتوتر الحادث بينها وبين إيران، ما هي رسالة أذربيجان اليوم من إغلاق المكتب التمثيلي للمرشد الإيراني علي خامنئي في ظل هذه التوترات؟ أذربيجان كأي دولة تريد تتعامل مع دولة رسمية. مكتب المرشد دولة غير رسمية في أي مكان، هنا في بريطانيا نفس الشيء وفي غير مكان نفس الشيء، ولذا الدول تريد تتعامل مع الدول. وأيضا أذربيجان معها حق تشعر بالقوة لتغلق مكتب المؤامرات، وعلى جميع الدول أن تغلق مكتب المؤامرات التي تدير المؤامرات في داخل البلد، هذا من حقها. والآن أيضا فرصة لتركيا أولا ولبقية الدول أن يقفوا مع أذربيجان ليدعوها إلى الإسلام الوسطي السني المعتدل. وهذا هو الآن هذه هي الفرصة لأذربيجان كما هي فرصة لإيران. ما هي فرص عودة الأذريين إلى السنة من جديد دكتور عبد الرحيم في هذه المرحلة بالتحديد؟ ربما هذه أفضل فرصة منذ 500 عام في أذربيجان المستقلة، وفي أذربيجان الإيرانية، وفي إيران أيضا، لأن التشيع لا يظهر أوراتها إلا إذا وصل إلى السلطة. الآن التشيع وصل إلى السلطة، انكشف، الناس عرفوا ما هو التشيع. اليوم الشيعة يرون علماء دينهم كلصوص، كتجار مخدرات، ولذلك يبحثون عن عقيدة. منهم من يتسنن، العقلاء منهم من يتزندق وما أكثرهم، منهم من يترك الدين كليا، منهم من يعبد الشيطان. لكن الإنسان لا يبقى بلا دين. ولذا أذربيجان ربما في هذا الموضوع أقل خطرا من إيران، بمعنى الشعب الآذري لا يكره الدين كالشعب الإيراني. آذريون الآن متأثرون من تركيا بشكل كبير، وتركيا لو استغل هذا الوضع، لو أرسل دعاتها إلى أذربيجان، وأذربيجان يرونهم ويقدرون وقوف تركيا معهم ويستمعون إليهم. ولذا هناك بعض الحسينيات أغلقت، ليس مكتب مرشد فقط، الدولة الشيعية الأذربيجانية تغلق بعد الحسينيات، ومجال للسنة مفتوحة. لا نرى الحرب السني الشيعي في أذربيجان كما هي في إيران، كما هي في غير مكان، مع أن أذربيجان دولة شيعية لكن دولة علمانية، والعلمانية أقل خطرا من المذهب الفاسد الغالي، وإن كان كلاهما لا خير فيهما. يعني تقصد دكتور عبد الرحيم أنه الآن الأذريون هم أقرب إلى السنة بما أنهم علمانيون وليسوا شيعة يتمسكون بالمذهب الشيعي؟ هذا السبب، لأنه كانوا تحت صفيات 70 سنة صاروا علمانيين. لكن الآن هم بسبب وقوف إيران مع أرمينيا على أعدائهم كرهوا السياسة الإيرانية وكرهوا التشيع الإيراني، ولا شك يبحثون عن هوية، يبحثون. وعلى فكرة أذربيجان كانوا سنة،
أذربيجان كانوا سنة أصلا. هناك كثير من العلماء خرجت من هذه البلاد، فما العيب إذا عادوا إلى أصولهم قبل الكارثة الصفوية؟ طيب دكتور عبد الرحيم، ذكرت تركيا، أنه تركيا هي فرصة بالنسبة لها أن ترسل دعاتها إلى أذربيجان. على من يقع أيضا واجب دعوة هؤلاء الأذريين الذين ربما هم الآن أقرب إلى الاهتداء إلى المذهب السني منهم من التمسك بمذهبهم الشيعي بما أنهم علمانيون؟ المسؤولية تقع على تركيا وعلى البلاد الإسلامية وبلاد الخليج. العرب هم مادة الإسلام، العجم كلهم ينظرون، كل العجم المسلمين المتدينين ينظرون اللغة العربية كلغة مقدسة ليس كلغة أجنبية. وقت القرآن الآن الفرصة للمملكة العربية السعودية، لدول الخليج، للكويت، لقطر، أن يساعدوا الشعب الآذري في أذربيجان كما تركيا. الآن فرصة ذهبية، سواء من خلال السياسة أو من خلال الدعوة. من خلال السياسة بأي كونت أنصار لنفسها من أحزاب الشيعية وحتى غير الشيعية وحتى في فلسطين. فمن مانع الدول السنية أن تعمل نفس الأسلوب، تكسب الناس لترضي ربها ولترضي شعوبها؟ لأن الغرب لا يريد إلا مصالحها العلمانية، ليست هي طريق النجاة. لكن هل بوجهة نظرك دكتور عبد الرحيم الطريق ممهدة لمثل هذه الأمور داخل أذربيجان؟ ألا تقف إيران أمام ذلك بشكل أو آخر؟ ألا تقف بعض الدول الغربية أمام هذا بشكل أو بآخر؟ إيران لا تقدر أن تقف، لأن السياسة الأذرية مخالفة لإيران. الدول الغربية ربما تمنع ربما لا. السعودية أرادت إنشاء جامعة في أفغانستان في أيام غني، أمريكا منعته. أمريكا تمنع الدعوة السنية، نعم، بشتى الطرق، بذرية الإرهاب. وما السبب؟ لأن أمريكا والغرب يعلمون جيدا أن الإسلام الصحيح هو إسلام السواد الأعظم من المسلمين. هذا الإسلام، إسلام السني، هو الذي انتشر في العالم منذ 1000 سنة إلى الآن. لكن التشيع وجد من أعداء الإسلام لحرب الإسلام من الداخل. فلماذا لا تستغل أمريكا للتشيع لضرب الإسلام كما استغلته خلال 40 سنة؟ كما استغلت الخميني، السياسة الغربية كلها استغلوا الخميني وأهرقوا به المنطقة كلها. لكن هل الرب هو أمريكا والغرب أم الرب هو الأعلى؟ هل المسلمون دولا وجماعات وأحزاب وكيانات يجب أن ينسوا لأمريكا والغرب فقط؟ إن كان ذلك كذلك فينتظروا لا سمح الله الهزيمة. ماذا عن الجهود الدعوية الفردية دكتور عبد الرحيم؟ إلى أي مدى يمكن لجهود فردية أن يكون لها أثر داخل أذربيجان في دعوتهم إلى المذهب السني؟ لا شك لها تأثير. جهود الفردية من خلال التجار، من خلال الدعاة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعية، من خلال القنوات، كل هذا له تأثير. ونحن جربنا خلال 10 سنوات الأخيرة تأثير هذه الأشياء في إيران، في داخل إيران. فكيف بأذربيجان اللي الجو مناسب جدا للدعوة؟
السنية المعتدلة، بعيدا عن الشقاق والنفاق، بعيدا عن التطرف والغلو. هل الدولة الأثرية اليوم مستعدة أيضا كدولة على مستوى الحكومة، على المستوى الرسمي، مستعدة لقبول مثل هذا الأمر في الداخل؟ مستعدة، بدليل أن الضغط على المسلمين هناك أقل من تاجيكستان السنية. مستعدة، لأن إذا أنت صعدت دولة بالاستقلال ووقفت معه بوقت الشدة، لا شك هي تسمع سياستك. الآن تركيا نشطت هناك، والدول العربية استغلت هذا الظرف ودخلت في أذربيجان من خلال السياسة الناعمة. هذه أفضل فرصة لهم أيضا. لكن المشكلة وين الآن؟ المشكلة خلافات تركيا العربية. هذه مشكلة يجب أن تنحل قبل ذلك. هل توجه دعوة دكتور عبد الرحيم في هذا الإطار أو رسالة؟ ماذا تقول فيها ولمن توجهها في هذا الإطار بالتحديد؟ لما جاء الملك سلمان كون اتحاد الدول الإسلامية، نحن فرحنا بذلك جدا، وهذا هو الطريق الصحيح. نحن نداءنا ودعائنا أن تحل الخلافات بين الدول العربية وبين تركيا، ليكونوا حلفا عربيا تركيا باكستانيا. هذا يقوي المسلمين في كل مكان ويستبشر به المسلمين في كل مكان، وآن أوانه الآن. ألا يوجد موانع لتكون مثل هذا الحلف دكتور عبد الرحيم؟ موانع كثيرة. إسرائيل مانع، إيران مانع، أمريكا مانع، غرب مانع، لكن من جد وجد. إن طيب. الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. هذه من معالي الأمور. طيب، لو عدنا إلى أذربيجان مرة أخرى، لأنه أيضا فيما يتعلق بالتوترات، إيران تزعم، يعني تقول أنه الوجود الإسرائيلي داخل أذربيجان لا يمكن القبول به، وهذا أكبر سبب تدعيه إيران من أسباب التوتر وتصاعد هذا الصراع اليوم بين الجارتين. لماذا الاستعانة بإسرائيل من قبل إيران جائزة، ولكن من قبل أذربيجان محرمة؟ لماذا؟ إيران هي التي استلمت أسلحة من إسرائيل لضربها العراق. المفاعل النووية العراقية ضربت من خلال معلومات اللي قدمتها إيران وأنصار إيران. إذن يعني لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أذربيجان لا تدعي الإسلام، لا تدعي جمهورية إسلامية، لا تدعي ما تدعيه إيران، لكن إيران في كل مكان تتاجر بمحاربة إسرائيل، مع أنه لولا إسرائيل ولولا أمريكا إيران ما وصلت إلى ما وصلت إليه. لكن إيران تريد تكسب الشعوب من خلال محاربة إسرائيل، مع أنه أقولها للتاريخ، إيران أخطر من إسرائيل ب1000 مرة. إيران أخطر من الصهاينة ب1000 مرة. خلال 42 سنة الماضية انظروا إيران كيف أحرقت المنطقة الإسلامية، وانظروا ماذا فعلت إسرائيل. أنا لا أقول إسرائيل حمامة الصلح. إسرائيل انغصبت أرض فلسطين، لكن إسرائيل لا تدعي تعالوا يا فلسطينيين نكون وحدة إسلامية يهودية. إيران تدعي الوحدة الإسلامية ثم تذبح المسلمين. إذن النفاق أشد خطرا من الكفر الصريح. طيب، بقيت نقطة الحقيقة دكتور عبد الرحيم وأختم معك. إلى أي مدى تخشى إيران النزعة الانفصالية للأذريين؟ بما أنه إيران بيت الآذريين أصلا، خامنئي آذري، إيران ربما لا تخاف هذه النقطة كثيرا. هذه النقطة بالنسبة لإيران ليس مؤرقة، ليس مثلا، ولكن إيران تتاجر بهذه. كلما تحركت الأقليات القومية أو الدينية في إيران في عهد هذا النظام أو في عهد النظام الشاه السابق، تتهم أنه انفصالية. لا الآذريين يريدون الانفصال، ولا العرب يريدون الانفصال، ولا البلوش يريدون الانفصال، ولا الأكراد يريدون الانفصال. يريدون حقوقهم، يريدون حقوقهم المحظومة. يريدون أن يعيشوا في إيران الولائية مثل أقل شيء مثل الفلسطينيين لدى اليهود الغاصبين. هذا أقل شيء. لا، ولكن حقوقهم محظومة. ولذا
الدول الإسلامية لو استغلت هذه النقطة ستحرر إيران من الداخل، خاصة إيران محاصرة من 4 جهات بسنة: تركمان بالشمال، أتراك من الشمال، أكراد بالغرب، بلوش جنوب الشرق، الفرس السنة بالشرق وشمال الشرق. لكن هل وجدتم شعبا ينتصر بدون مساعدة أي دولة أخرى؟ لكن إيران الآن أحرقت المنطقة، وربما هذه المحاصرة اللي حدثت في إيران بقدر إلهي، ربما تعطي درس لإيران لتقف أن حرقها للمنطقة وانشرارتها. نعم، وصلت الفكرة. دكتور عبد الرحيم مولازادة، أشكركم شكرا جزيلا. كنت معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم دكتور عبد الرحيم مولازادة، مؤسس رابطة أهل السنة في إيران. مشاهدينا الكرام، نتوقف عند فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقتنا، ابقوا معنا. عندما يمسك بالقلم جاهل، وبالبندقية مجرم، وبالسلطة خائن، إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان. با برنامه دیگر از آرامش در خدمت شما هستم و آخرین جلسه از موضوع مهارت تاب‌آوری رو انشالله در این برنامه خدمتتون ارائه خواهم داد. همانطور که در هفته‌های گذشته در 3 جلسه گذشته صحبت کردیم، پیرامون تاب‌آوری یکی از مهارت‌هایی هستش که بسیار مؤثر هست در ایجاد آرامش، ایجاد سکون، ایجاد شرایطی که چه از نظر روانی و چه از نظر روابطی که فرد با دیگران داره، با محیط خودش داره، با افراد دیگر جامعه، خانواده، همکار، همسایه داره، میتونه به یک قدرت کنترل استرس یا چالش هایی که با اون روبرو هست برسه که ازش تعبیر میشه مهارت تاب‌آوری. مهارت تاب‌آوری رو باز من خیلی مختصر توضیح میدم و چیزهایی که در هفته گذشته بیان شد رو هم خدمتتون بیان خواهم کرد و بعد آخرین مورد از مورد و مباحثی که مربوط هست به
تاب‌آوری رو در این جلسه خدمتون عرض خواهم کرد. مهارت تاب‌آوری چیه؟ خدمتون عرض شد که ما توی زندگی بعضی از افراد رو می‌بینیم که در برابر مشکلات استقامت میکنن، در برابر سختی‌ها، در برابر استرس‌ها میتونن هیجانات خودشون رو، تصمیم‌های خوبی بگیرن، هیجاناتشون رو خوب کنترل بکنن، به خودشون مسلط باشن، رفتار مؤثر، رفتار سازگاری رو با شرایط سختشون برقرار بکنن. آدم‌های موفقی هستن. اما بعضی دیگر نمیونه در برابر مشکلات خودشون رو از کنترل خودشون از دست میدن، خودشون رو میبازن، نمیتونن رفتارهای مؤثری رو با شرایط و چالش‌های زندگیشون روبرو بکنن. و روانشناسا به دنبال این بودن که چه فرقی وجود داره در نوع پاسخ‌هایی که افراد نسبت به این موقعیت‌های متفاوت و استرس‌ها میدن. دیدن یک آیتمی وجود داره، یک ویژگی وجود داره به نام تاب‌آوری. تاب‌آوری در کسانی که به طور مؤثر با مشکلاتشون روبرو میشن، میتونن اونها رو حل بکنن، میتونن هیجانات خودشون رو کنترل بکنن، افرادی هستن که این ویژگی یعنی تاب‌آوری رو در اونها از سطح بالایی برخوردار است. اما مابقی نه، تاب‌آوری درشون ضعیف هست. پس تاب‌آوری یک خصلتی هست، یک ویژگی هست که در همه وجود داره، اما میزانش متفاوت هست. حتی یک فردی میتونه در یک شرایط، در یک زمانی، مثلا پارسال تاب‌آوری خوبی داشته، الان تاب‌آوری ضعیف بشه. همه اینا برمیگرده به یک سری مواردی، یک سری اموری که سبب این میشه که تاب‌آوری افزایش پیدا بکنه یا اینکه تاب‌آوری قوی نباشه. که در هفته گذشته مواردی رو خدمتتون عرض کردم که مواردی که خدمتتون عرض شد معنای زندگی بود. یعنی اگر می‌خواهیم تاب‌آوری ما قوی بشه، نوع معنای زندگی ما باید متفاوت بشه و کسانی که تاب‌آوری خوبی دارن معنای زندگیشون با کسانی که تاب‌آوری کم دارن متفاوتن. نوع فلسفه زندگیشون، نوع نگرششون به زندگی، به حیاتشون، به مشکلی که باش روبرو هستن متفاوت هست. دیگری پذیرش موقعیت. کسانی که تاب‌آوری بالایی دارن موقعیت سخت رو قبول میکنن، میپذیرن، با عنوان اینکه این مشکل وجود داره، این چالش وجود داره. اون رو انکار نمیکنن، اون رو سرکوب نمیکنن، صورت مسئله رو حل نمیکنن، بلکه میپذیرنش، قبولش میکنن و به طور مؤثر با اون روبرو میشن، با اون مقابله میکنن. سومین نگرش مثبته. کسانی که افرادی هستن با تاب‌آوری بالا نسبت به آینده خوشبین هستن، امیدوار هستن، نگرششون مثبته، نگرششون امیدواریه، نگرششون خوشبینیه. به مشکلشون به دید منفی نگاه نمی کنن. در برابر مشکل به نکات مثبت هم فکر میکنن، یا به تعبیر که وجود داره بین همه، به نیمه پر لیوان بیشتر توجه میکنن تا به نیمه خالی لیوان. دیگری تقویت پیوند هاست. کسانی که تاب‌آوری قوی دارن از حمایت اجتماعی خوبی برخوردارن. حمایت اجتماعی، پیوندهای خانوادگیشون أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته من قبل لا تحمل نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام. و با عرض معذرت از تأخیر که با یک کانال عربی مصاحبه داشتم که انشاءالله اونو براتون خواهم فرستاد. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که در خدمتون هستم به آن برکت بده و آنچه را که به صلاح دین دنیای من شماست بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. امروز جلسه سوم را میگذرانیم روی آیه 21 از سوره یوسف علیه ولنبینا السلام. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون تفسیرش را. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. اون شخصی که در مصر، در شهر مصر یوسف خرید، به زنش گفت که مقدمش رو گرامی بدار، محل اقامتش رو گرامی بدار، امیده که به من شما نفعی برسه یا اونو یوسف رو فرزند خود قرار بدیم. خداوند میفرماد که بدین گونه که ما یوسف در زمین تمکن دادیم. بشر، همه مخلوقات مجرای تقدیر خداوندند و برای اینکه بیاموزیم او را تحقق و حل مشکلاتو. خدا بر امر خود مسلطه، لیکن بیشتر مردم نمیدانند. هر آیه از آیات قرآن دلالت بر ولایت مطلقه خداوندی میکنه، همون ولایتی را که
همون قدرتی را که همون سلطنت و سلطه را که همون قیمومیتی را که همه بشرپرستان غالی چه در یهودیت، چه در مسیحیت، چه در تشیع، چه بعضا در تصوف از خدا گرفتند و به بزرگان بت شده خود دادند. یوسف رو به چاه انداختند. چند روزیه که یعقوب علیه و نبینا السلام پدر دلباخته یوسف که همه لذت های زندگیش سخنان شیرین یوسف عزیزشه، تا با مشاهده جمال یوسف ضعف پیریش رو جبران کنه. هر روز ستاره سحریش یوسف که چشمش روشن میکنه. الان که یوسف شو در چاه انداختن، گفتن گرگ خورده، شما خود تصور کنید که در چه غمی فرو رفته، چه در اندوهی غرق شده. دیگه آن شیرین زبانی های یوسف به پرده گوشش نمیرسه. آن گرمی که از نشستن یوسف در دامنش بر دل سرد پدر می نشست و بهش حرارت می بخشید، دیگه ازش ربوده شده. گرمی زندگیش ازش ربوده شده. دیگه نه دامنش گرمه و نه دلش خوش به جوش و خروش یوسف که ماه زندگیش بود. در همین روزها کاروان مصر به راه میفته. مایه امید یعقوب با وضعی قساوتبار با خود میبره. طفل نورس یعقوب را بنا به توصیه برادرانش دست بسته، کت بسته، بازو بسته بر شتری می نشانند و ازش دور می کنند. دیگه تناب امید یعقوب هم کشش بیشتری داره پیدا میکنه. دل آگاهش هراس بیشتری داره. هرچند که بیابان سر راه یوسف وسیع‌تر میشه، برای یوسف زندگی تاریک‌تر میشه. برای که غریب گرفتار در میان بیابان، هر کسی در جاش باشه خودشو میبازه و دست پاشم میلرزه. به خصوص که به دستور برادرانش بازواشو بستن، دستاشو بستن. طفلی که اصلا بیابان ندیده، راهی نرفته، به بستن دستش چه احتیاجی هست. لیکن حسد را ببین که چیکار میکنه. برادرانش چون این سفارشی رو کردن به کارمان که این برده ما بوده، مواظب باشی از اون فرار نکنه، شرط ما اینه که دستاشو ببندید. از کنعان، از فلسطین تا مصر اون موقع 12 روز راهه. در این مدت به این طفل نورس چه گذشته؟ از برگشت به آغوش پدر و مادرش مایوسه، به سرنوشت آینده خودش فکر میکنه، حتما خاطرات ناراحت کننده داره. آیا عاقبت این سفر اجباری ناخواسته چه میشه؟ لیکن بازم از مرگ بهتره. آیا من یوسف طاقت بردگی و بندگی افرادو دارم؟ آیا به سرنوشتی بدتر از چاه دچار نخواهم شد؟ آیا وسیله هست که با اون پدرمو خبر کنم؟ آیا دیگه امکان داره که روی پدرمو ببینم، چند قطره اشک نثارش کنم؟ کاروان جز این که یوسف بفروشه و پولی بگیره به فکر دیگری نیست. برده فروشی، انسان فروشی یکی از تجارت های شوم تاریخ بشر بوده. در هر شهری یه بازار مخصوص داشته که بندگان و اسیران و در اونجا در معرض فروش میگذاشتند. اکثر سیاه‌پوستان غرب امروز، چه اروپا چه امریکا، از مسلمانان افریقایی هستند که استعمار اونها را به عنوان برده آورده و فروخته. اما یوسف چون کودکی زیبا، قابل توجه، او را در این بازار برده فروشان میان به رسم مزایده حراجش میکنن. بدیهیه که یوسف نمیتونه از خودش دفاع کنه، نمیتونه بگه که من بنده نیستم،
ناچار که تسلیم بشه. خانواده های اشراف و بزرگان معمولا برده های خوش صورت رو برای خانه های خودشون میخرن. اگر طفل باشه که خیلی بهتر، برای که به ذوق خودشون اونو تربیت کنن. این طفلو مشتریان بسیاری برای یوسف پیدا میشه، اما مردم چی میدانند که این طفل خوشرو و نمکین برای چی اینقدر اندوهگینه، برای چی اینقدر غمگینه، چه تلخی ها و زحمت ها بهش رسیده. طفلی که چند روز پیش آزادی کامل داشته الان گرفتار مردمی پول پرست شده، مانند بردگان او رو در معرض فروش گذاشتن. لیکن کارها دست خداونده. خزاندار پادشاه مصر که نامش قطفیره یا اسفیر در این صدد بود که یک غلام لایق بخره. بهش اطلاع دادند که یک غلام خوش سیما در معرض فروشه. خزاندار که لقبش عزیز بود، این غلام کنعانی رو که با لباس نامطلوب و غبار آلوده و نامرتب اما بسیار زیبا، صورتش مثل ماه بدر، وقتی اینو دید جلب توجهش کرد. خزاندار اونو به 40 لیره طلا و 2 جامه مصری و هم وزنش پول نقره خرید بنا بعضی روایت ها. بعد او رو به خونه میبره، به همسرش میسپاره. عزیز مصر مردی است انین، از عمل جنسی محرومه، لیکن زیباترین زنان مصر که نامش رائیله، لقبش زلیخاه، با چنین زنی ازدواج کرده. شوهری که از انجام تقاضای جنسی عاجز باشه در برابر همسرش همیشه شکسته و ذلیله. به هر وسیله که شده میخواد رضایت همسرش رو جلب کنه، آن هم همسری مانند زلیخا. ولذا این کودک که به نظرش بسیار زیبا و نجیبه، با هر قیمتی اونو میخواد بخره تا در خونهش اسباب انس بشه، اسباب الفت بشه، اسباب سرگرمی زلیخای بیفرزند بشه. خزاندار وقتی یوسف به خانهش میاره یک وعده خوب به زلیخا میده که ما ممکنه اینو به فرزندی هم بگیریم. یعنی آرزوی فرزندخواهی رو با وجود یوسف تأمین میکنه. ولذا میگوید که اکرمی مثواه عسى ان يتخذنا ان ينفعنا او نتخذه ولدا، که ممکنه در صورت لیاقت شایستگی اینو به فرزندی خود قبول کنیم و دودمان خودمونو به واسطه این فرزند پاورجا کنیم، استمرار داشته باشه. مقصد از جمله عسى ان ينفعنا شاید هم این باشه که این کودک زیبای لایق رو به پادشاه مصر معرفی کنیم، بهش هدیه بدیم تا مقام کسب کنیم. والله غالب علی امره، لیکن تحولات سریع اتفاق میفته و خداوند بر امرش غالبه. غالب علی امره، این ضمیر امره ممکنه به الله بازگرده، ممکنه به یوسف بازگرده. برای اینکه انسان اگرچه یک انسان یه موجود مختاره، اما تقدیر و روزگار چنان باش بازی میکنه، دست تقدیر چنان او رو زیر رو میکنه که گویا مجبوره، بدون که بخواد یا نخواد ناگزیر میشه در طی حوادث روزگار که به ناتوانی خودش اعتراف کنه. خب اگه انسان وسایل زندگیش فراهم بشه، استقلال بیشتر پیدا کنه، چه بسا که غفلت برش مستولی بشه، برای خودش شخصیتی توهمی درست کنه، چه بسا که در یک پرتگاه اخلاقی قرار بگیره، چه بسا که مست بشه، بزنه، بکشه، همچنان که روحانیت شیعه الان مست شده و میزنه و میکشه.
لذا خداوند مقدرات رو طوری میگردانه چون حکیمه که گاهگاهی انسان رو به زانو در بیاره تا به ناتوانی خودش اعتراف کنه، از خر تکبر پیاده بشه. یوسف آواره و اسیر که در چاه بود بدون پیراهن به سر می برد، پیراهنش هم کنده بودند. تقدیر آوردش در پایتخت مصر، اگرچه در ردیف بردگان آمده، لیکن الان بعد از خریدنش در بهترین کاخهای مصر، در نرمترین لباس، ظریفترین بستر، عالی‌ترین غذاها وارد شده. یوسف الان مثل سایر غلام‌هایی که از خواب و خوراک غلامان استفاده میکنن نیست، بلکه صاحب کاخ با فراست خودش آثار نجابت و بزرگی رو در یوسف میبینه، مجذوب او میشه. ولذا بانوی حرمش سفارش اکید میکنه که اینو گرامی بدار، اکرمی مثواه، تا فرزند ما بشه، وارث ثروت ما بشه. الان یوسف از ته چاه اومده به یکی از وزیرزادگان مصری مبدل شده، از زندگی پرنعمتی برخوردار شده. برادران یوسف با همه سعی و نیرویی که داشتند او را سرازیر چاه کردند، بند و زنجیر زندگی رو برش نهادند، از مهد عزت و از دامن پدر سرنگونش کردند. لیکن که میدونست که همین سقوط، همین انحطاط خودش نردبان عزت و اعتبار برای یوسف بشه وقتی که خدا بخواهد. روزی که کاروان مدین او رو با آن خاری بر شتر بستند و به سوی مصر آوردند، آیا میدونستند که او رو به سوی حجره سعادت و عزت میبرند؟ آیا برادرانش اینو میدونستند که با انداختنشون در چاه او رو به سوی سلطنت دارن پرتاب میکنن؟ این است تقدیر خداوند. و کذالک مکنا لیوسف فی الارض. این آیه اینجا مصداق پیدا میکنه. خداوند تعالی اگه بخواد چاه تاریک و مقدمه گلستان پر از روح ریحان میکنه، زنجیر عبودیت یوسف رو مبدل به تاج و تخت فرمان روایی کرد و تازه قوم بنی اسرائیل رو از بیابانگردی و چادرنشینی نجات و شهرنشین نمود به واسطه یوسف. لیکن 80 سال طول کشید. ولذا ای بیننده محترم، هر فشار و بلایی خیر و سعادتی دنبال داره اگر صبر کنید. همچنان قرآن میفرماید و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چه بسا شما از چیزی بدتون بیاد و براتون خیر باشه. یوسف الان وارد پایتخت کشور باستانی مصر شده، در یک خانواده بسیار معروف، یک خانواده بزرگ که متعلق به رئیس دارایی، به قول امروز متعلق به خازن پادشاه مصر یا رئیس افواج سلطنتیشه، اونجا منزل کرده و عزیز مصر با دلی پر از مهر و امید بهش شیفته شده، علاقمند شده. مصر و دست ملاطفت و محبت عزیز مصر و همسرش زلیخا، این همه مجرای تقدیر خداوندند. این همه بهترین وسیله شده برای اینکه استعداد خدادادی یوسف به ظهور برسه. اگر یوسف در میان ایل خود بزرگ میشد، سرما و گرما بیابان حتما چهرش را عوض میکرد، ملاحت و حسن طلعت او را از بین میبرد و شایدم سرانجام به ریاست یک عده بیابانگرد 100 نفری نائل میشد مثل برادرانش. اما الان به شهری اومده که او را در تاریخ بشریت نابغه میکنه، دلها را شیفته او میکنه و قهرمان مسلم عالم در حسن و زیبایی به شمار میره و فکر بلندشو باعث سلطنت و نبوت میکنه. فرزند یعقوب علیه السلام علیه و نبی رسالت و السلام نه تنها دل عزیز مصر رو تصرف میکنه به تقدیر خداوند،
بلکه به آن حسن و ملاحت و نجابتی که داره قلب همسر او را نیز مجذوب خودش میکنه. روزی که یوسف قدم در خانه عزیز میذاره، زلیخا او رو با دیده پرمهر و فرزندی و محبت ساده و بی‌آلایش خودش در بر میگیره، مانند نظر پرشوری که مادر مهربان به فرزند خودش داره. اینجوری نگاهش میکنه، برای که یوسف سنش در این وقت از 7 کمتره، از 12 سال بیشتر نبوده، یا بین 7 تا 12 سال بخشید، و قطعا به حد بلوغ نرسیده. کودکی، زیبایی، غربت، همه اینها دست به دست هم داده و زنها مخصوصا طبیعتشون به کودک زیبا و به غریب مهربانتر از مردانه، برای که با احساسات رقت آمیز زنانه موافقه و عواطف سرشار زنان را به حد کامل تهییج میکنه، خصوصا زنی که فرزند نداره. به وجود این طفل، اونم طفلی چون یوسف زیبا، نومیدیش به امیدواری مبدل میشه، کسالتش به نشاط مبدل میشه. روزهای اول بلکه تا چند سال زلیخا با چشم پاک و معصوم به یوسف نگاه میکنه، مثل فرزندش. مناعت طبع یک خانم محترم چون زلیخا مانعه که نسبت به بنده زرخرید خودش نظر شهوترانی داشته باشه، برخلاف اونچه که بعضیا فکر میکنن. با دست ملاطفت و با توجه کامل عزیز شوهرش، غبار پژمردگی و کدورت یوسف علیه السلام هم برطرف شد و با کمک آب و هوای مصر، قیافه زیبای نورانی و چشمان درخشان و جمال گیرنده قشنگ و نیرو و تراوت جوانی یوسف هم مثل یک فرشته ملکوتی جلوه میکنه. و باید گفت که همچنان که علامه برقعی در تفسیرش اشاره میکنه، به تفسیر این سخنان میگه و این سخنان از ایشون من نقل میکنم. از همه مفسران در این مورد سخنان ایشون رو جالبتر دیدم. همه مفسران خوب سخن میگویند، هر کسی از دید خودش. میگه که یوسف شاه شمشاد قدان و خسرو شیرین دهنان شد، اما به حکم وراثت و اصالت و پاکی روح و تربیت صحیح پدر و معرفت به خداوند و تمالک نفس در تمام دوران زندگی خودش یک قدم به طرف آلودگی بر نداشت، بلکه هرچه بالغتر میشد، رشیدتر میشد، به دینش افزوده میشد، قدرت روحی و بلند نظری او زیاد اضافه میگشت و با همان اخلاصش و مجاهدت نفسش راهش رو ادامه میداد و مسئله اعلای پاکدامنی و قدس و نیککاری بود. یه جوان که به حسب ظاهر همه وسایل عیش و نوش براش فراهمه و در اوج قدرت و نشاط زندگیشه، لیکن از فکر دینی، از حدود مقررات شرع خارج نمیشه و با نفس بدکش خودش همواره در مبارزه مثل هر انسان صالحی، چه او که پیغمبر زاده و خودش پیغمبر. و میدونیم که نبرد در جبهه جنگ خونین خیلی آسانتر از نبرد با نفس پر از شهوته، اونم در دوران جوانی. ولذا در روایتی هست که پیامبر فرموده که رجعنا من الجهاد الاصغر فعلیکم الجهاد الاکبر، از جهاد اصغر بازگشتیم و به جهاد اکبر بپردازیم که اصلاح نفسه. اگرچه صوفیان این اصلاح نفس رو با بدعت‌های خود خراب کرده اند. یوسف در یک محیط زندگی میکنه که ممکنه هر پهلوانی رو آلوده کنه، لیکن در این حال خودشو حفظ کرد و ولذا به حکم عدالت خداوند باید بهترین پاداشون بهش برسه. انشاءالله که این موضوع دوباره در جلسه 4 ادامه خواهیم داد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
چند لحظه برمیگردم انشاءالله. بمرگی من مگو وحدی جوانی یقین دارم شهادت زندگانی شهیدون زنده و جاوید باشن حیاتی خوش حیاتی آن جهانی اور کونین کے تاجدار نے جب مومنوں کو لڑایا نہ کسی کے پاس تیر تھا نہ تلوار تھی کسی کے پاس نیزا تھا تو ڈھال نہیں تھی اگر کمان تھا تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں تھا اگر تیر تھا تو بچاؤ کے لیے سیا نہیں تھی لیکن تھا تو رب پر ایمان تھا اللہ پر اعتماد تھا اور انہی کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے الله مسلم از سر نبی بیگانه شد باز این بیت الحرام بتخانه شد تا نداری از محمد رنگ و بو با درود خود میالا نام او رفت و سوز سینه تاتار و کرد یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد در مسلمان شأن محبوبی نماند خالد و فاروق و ایوبی نماند در گذر مثل کلیم از رود نیل سوی آتشگاه زن مثل خلیل مسلم از سر نبی بیگانه شد باز این بیت الحرام بتخانه شد تا نداری از محمد رنگ و بو با درود خود میالا نام او رفت سوز سینه تاتار و کرد یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد در مسلمان شأن محبوبی نماند خالد و فاروق و ایوبی نماند در قیامت هر نهان پیدا شود خود به خود هر مجرمی رسوا شود دست گوید من چنین دزدیدیم لب بگوید من چنین بوسیدیم پا بگوید رفته همراه حرام گوش گوید چیده ام سوء الکلام در قیامت هر نهان پیدا شود خود به خود هر مجرمی رسوا شود دست گوید من چنین دزدیدیم لب بگوید من چنین بوسیدیم پا بگوید رفته همراه حرام گوش گوید چیده ام سوء الکلام مسلم از سر نبی بیگانه شد باز این بیت الحرام بتخانه شد تا نداری از محمد رنگ و بو با درود خود میالا نام او رفت و سوز سینه تاتار و کرد یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد
در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در گذر مثل کلیم از رود نیل، سوی آتش گام زن مثل خلیل. همچو شمع لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. همچو شمع لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. همون حرفی را که شیخ الاسلام ابن تیمیه، این شیرمرد بزرگ قرن هفتم که دنیای اسلام بعد از او مثلش را به خود ندیده است، 7 قرن پیش گفته بود که این رافضة قوم ملعونون، و پیشگان رافضی پیشگان لیس لهم دنیا منصورة ولا دین مقبول، اینها قومی هستند که قومی ملعون نفرین شده، اکثر الناس فی المنقولات لیس لهم دنیا منصورة. دنیایی که به دست میارن، قدرتی که به دست میارن موفق نخواهد شد. و اجهل الناس بالمعقول ولا دین مقبول، نه دنیای منصوری دارند نه دنیای پیروزی دارند. با عرض سلام مجدد بریم سراغ کلیپ ها شما. آقای صبحی طفیلی رئیس اول حزب الله که با شهامت و جرأتی که داشت و میخواست مستقل بشه و ایران نگذاشتش، عوضش کرد. میبینیم چی میگه. يا إخواني باختصار نافع مفيد، الحاكم في لبنان هو سيد خامنئي إيران. میگه ای برادرانم، من خیلی مختصر به شما میگم، حاکم در لبنان ایرانه از خلال حزب الله. بلا ما نطول ونقصر يعني، بدونی که چپ راست بریم، حرف مستقیم اینه. الناس الموجودين في لبنان الذين ينفذون سياسة، اینا یک افرادی که در لبنان هستند و سیاست خامنه‌ای را اجرا میکنند، یعنی حزب الشیطان. ایران هم اکثر من جنود، بیشتر از سربازانی نیستند که فرمان اجرا میکنند. اینو به حسن نصر شیطان میگه. و تعال اکثر من هذا، سربازانی که بهش میگن برو بیا، چپ راست. ای انسان يتحدث يقول لا القرار لبناني كذاب، هر کسی که در لبنان بگه که تصمیم های لبنان ما را لبنان، دروغگویه، کذابه. با این سخن یعنی حزب الشیطان رو کذاب میدونه، رئیس جمهور رو کذاب میدونه، نخست وزیر رو کذاب میدونه، همشون راست هم میگه. وعاهر وفاجر ولعب، نه فقط دروغگویه بلکه روسفیه و فاجر، فاسقه. السلطه في طهران، قدرت لبنان در تهرانه. تهران که لبنان رهبری میکنه. طهران دمرت العراق بالتشاور والاتفاق مع الامريكان. ایران، تهران با مشوره با امریکا عراق و سوزاند و خراب کرد. وصلوا الى ان الصهاينه يعملوا مؤتمرات في العراق، تا حدی عراق رسوندند که صهیونیستا کنفرانس در عراق تشکیل میدن، در اربیل. در زمان صدام میتونستن
الکی نبود که همچنان که در چند لحظه قبل در تلویزیون عربی هم گفتم که اسرائیل با همکاری ایران نیروی هستی عراق زد. الکی نبود. اگر ایران خطری می داشت و اسرائیل باش همکاری نمی کرد. هرچی این جنگایی که شما بیونید جنگ زرگریه، الکیه. انتوا بتظنوا انه مؤتمر اربيل للصهاينه في العراق يعني كان الايرانيين وحلفائهم الحشد الشعبي المناضل كانوا ما عارفين شو في باربيل. یعنی شما فکر میکنید که کنفرانس اربیل با اسرائیلی ها ایران و حشد شعبی که مسخرش داره میکنه و امثال ایران بیخبر بودند، خبر نداشتن؟ هالقد يعني الامور مثل ما صار داعش وما عرفوا. مثل همچون که داعش شد و نمیدونستن، اینجا هم داره مسخره میکنه. لا لا اینطوری نیست و اینطوری نیست. يا اخواني باختصار، ای برادرانم به اختصار میگم، نحن في دولة خامنئي في لبنان. ما در زیر دولت خامنه‌ای هستیم در لبنان. كل السرقات بيتحمل مسؤوليتها هو. همه دوستی هایی که در لبنان میشه مسئولیتش پای خامنه‌ایه. آفرین بر این جرأت. والا انا لا اتجنى عليه، من چیز اضافی بهش نمیگم، ظلم بهش نمیکنم. اتجنى على سياسة ايران. كل الموبقات، كل الفتن، همه مصیبت ها، همه فتنه ها بالتعاون والتآزر بينه وبين الامريكان والصهاينة. همه مصیبت ها و همه فتنه ها با همکاری و ارتباط با صهیونیستا و امریکاست. آفرین بر این دیده درست. یعنی ایران با اینا همکاری میکنه. یه شیعه این حرف بزنه خیلی حرفه، ما الان 30 سال این حرف میزنیم، لیکن وقتی یه شیعه که رئیس حزب الله بوده این حرف میزنه، این حرف ارزش داره. شاهد من اهلها. هذه حقيقة، حقیقت هم حقيقة همینه. مرة. حقیقت تلخ هم همینه. احنا كنا نتمنى ان تكون هذه اليد التي صار لها حول وطول في لبنان ان تستخدم في خدمة الناس. ما آرزو میکردیم که این دستی که الان قدرت پیدا کرده در خدمت مردم می بود. كل الناس، همه مردم، مش لنشر الشر ونشر الرذيلة، نه برای منتشر کردن شرارت و رذیلت ونشر العهر ونشر الفجور و نشر روسفیگری و فجور و فسق. يعني ما حد اياكم ان تقولوا انه لا هاي الفتنه انا ما خصني فيها. لا، به پرهیز دادی که بگه این فتنه ها ما دخالتی نداریم. نه، اینجوری نیست. ارسل المتظاهرين لعين الرمانه كان يقصد ما حصل. اونی که این حوادث چند روز قبل میگه در لبنان، میگه اونی که متظاهران رو در عین الرمانه بیروت فرستاده میدونسته چه رخ میده. واللي تربص بعين الرمانة بالقادمين كان يعرف أن الأمور ستجري إلى هنا وتنتهي حيث انتهت. و اونی که منتظر متظاهران بوده میدونسته که امور به کجا می انجامه و چه میشه. الجميع يدرك والجميع خطط والجميع نفذ. همشون میدونستند، میفهمیدند، نقشه رو اجرا کردند. يريدون دمار. میخواند لبنان رو ویران کنند. هذا الشعب. میخواند این ملت رو ویران کنند. باختصار. اختصارش اینه. باختصار بين رغبات هؤلاء ومصالحهم وبين بقاء هذا الشعب لا. بین باقی موندن اینها و مصلحتاشون و بین باقی موندن ملت، نه، اینا اونو انتخاب کردن. رغباتهم اولى رغبتاشون و منافعشون براشون مهمتره. فليمت هذا الشعب. ملت بمیره براشون چی؟ وهذه ليست جديدة عليهم. هكذا این چیز تازه‌ای براشون نیست. روششون اینه. فعلوا بسوريا وهكذا فعلوا. و همین کار در سوریه انجام دادن. في العراق همین کار در عراق انجام دادن. هكذا فعلوا في اليمن. و همین کار در یمن انجام دادن. وهكذا فعلوا حيث كان. هر جا که رسیدن همین کار انجام دادن.
یعنی میخواد بگه تشیع شره، سیاست ایران شره. وحيث وجدوا هر جا که باشند سیاستشون همینه، ایجاد فساد و فتنه. هاي العدالة عدالت اینه. يعني أهل البيت هم دعاة فساد. آیا اهل بیت دعوتگران فساد بودن؟ یعنی شما که خودتون اهل بیت نسبت میدید، آیا اهل بیت دعوتگران فسق و فجور بودن؟ وظلم دعوتگران ظلم بودن؟ وفتن و فتنه بودن؟ شيعة أهل البيت شيعة الفتن. آیا شیعیان اهل بیت شیعیان فتنه ها هستند؟ شيعة الفساد شیعیان فساد هستند؟ شيعة نشر الرذيلة. شیعیان نشر رسالت هستند؟ كيف هاي؟ چطور این میشه؟ این چطور رخ میده؟ أنا على أي أساس أنتم تتحدثوا والله ما خرجت آشرا ولا. شما بر چه اساسی این روزها رو میخونید که من سخن حسین علیه السلام نقل بطرا وإنما خرجت للإصلاح. هذا هو الإصلاح. من به خاطر نافرمانی و بغ و بغاوت خارج نشدم، بلکه برای اصلاح خارج شدم. سخن حضرت حسین. آیا اصلاح همینه؟ صح. قبحكم الله. خدا شما رسوا کند. هذا هو الإصلاح. اصلاح همینه؟ خرجت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الأمر حضرت حسین میفرمود که من برای امر معروف و نهی از منکر خارج شدم. آیا امر معروف شما و نهی منکر شما همینه؟ معروف والنهي عن المنكر أن تسرقوا قوت الناس. اینکه روزی مردم رو بدزدید، این امر معروفتونه؟ این هم به حزب شیطان میگه هم به خامنه ای. أن تفسدوا في الأرض. ان در زمین فساد کنید. هذا منطق المستكبرين. این منطق مستكبرانه. هذا منطق المستكبرين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. آیه قرآن میخونه که چطوری فرعون فرعنت کرد و مردم رو متفرق کرد، شیعه شیعه کرد. الآن نحن شيعة. ما الان متفرقیم، شیعه شیعه هستیم. على كل به هر حال أنا أريد أن أقول بس شكرا خامنائي. من میخوام بگم که ای خامنه ای خیلی متشکرم از شما. شكرا ما تركت لنا بابا للحياة. شكرا على الظلم. شكرا. هیچ در زندگی بر ما نگذاشتی، به خاطر ظلمت خیلی متشکریم ازت. على الأمراض. شكرا. امراضی که آوردی متشکریم. على تعطيل البلد. شكرا. اینکه کشور ما را ویران کردی خیلی متشکریم. على الفساد. شكرا على الفتنة. متشکریم به خاطر فساد، به خاطر فتنه، همه اینا رو ما ازت متشکریم. شكرا على الضلال والكذب. متشکریم از گمراهی ها و دروغات. شكرا على العهر والفجور. متشکریم از روسفیگری و فجوری که منتشر کردید. شكرا إيران. ایران خیلی متشکریم ازت. حيث إنكم صرتوا قادة في حرب الشيطان على البشرية. در جنگ شیطان بر بشریت شما از رهبران شدید در راه شیطان، یعنی في خدمة الإسرائيليين وفي خدمة الأمريكان. در خدمت اسرائیل و امریکا. إياكم أن تقولوا أننا نحن ضد الأمريكان وضد نگید که دیگه بس دیگه نگید که ما ضد امریکا و ضد اسرائیل هستیم. الإسرائيليين. إياكم. هذه كذبة واضحة ومعروفة. این دروغ دیگه روشن شده، معروف شده. آفرین بر شجاعتش. خداوند هدایت همچنان که شجاعت نصیبش کرده هدایت هم نصیبش کنه. معجزه خمینی رو ببینید از یک آخوند دجال. ایشون یه نفر زن بسیار صالحه رو پیدا کردن، اونم یه پسر داشت، آوردن که او شیر بده امام خمینی رو. گفته بود من 2 تا پستان که دارم، یکی شیر داره و یکی شیر نداره و من این شیرم رو برای این پسر گذاشتم، پسر خودم. بهش میگن که شما همون پستانی که شیر نداره به دهان این بچه بگذار، اگر شیر آمد کافیه.
پستان بدون شیر رو میذارن به دهان این امام که روحانیت دروغ و دجل شیر میاد. ای بابا آقا این چیه؟ تلویزیون رو کثیف کردی. آقا این چیه فرستادی؟ ببخشید عذر میخوام، تلویزیون کثیف شد از این دروغ. خب البته دروغ این آخوند از این بدتر بود. لا حول ولا قوة الا بالله. آقای هدایت شده هیئتی، سفره قرآن کریم، خیلی از شما متشکرم که زحمت میکشید. قرآن کریم یک سفره است که خدای تبارک و تعالی به وسیله پیغمبر اکرم در بین بشر گسترده است که تمام بشر از اون هر یک به مقدار استعداد خودش استفاده کند. خب این حرف درسته، این حرف کاملا درسته، لیکن در این مجموع الجزائر تناقض‌های تشیع اینو چطوری میشه فهمید؟ اگر قرآن سفره الهی است برای همه بشر که هر کسی به مقدار استعدادش ازش استفاده بکنه، چرا شما استفاده نکردید؟ چرا شما میگی ائمه نتونستند قرآن تفسیر کنند، رازهای قرآن رو بگن، قرآن مخفی شد، پیغمبر شکست خورد؟ این تناقضات در یک مغز چطوری جمع میشه من نمیدونم. این یک. ثانیاً اگر در این سخن تغییر نمی کنید، دروغ نمیگید، به خاطر که چند تا سنی پای منبرت ممکن نشسته باشه، چرا تفسیر قرآن شروع نکردید؟ قدرت دستت بود، تو هم که به دروغ مردم وعده داده بودید که میری قم میشینید، قم نرفتید قرآن تفسیر کنید. در جمکران نمیشستی قرآن روزانه یک صفحش تفسیر میکردی، فاتحه رو شروع کردید، چنان به گنج زدید که خودت ناچار شدید ببندید. بریم جلوتر. این کتاب و این سفره گسترده در شرق و غرب و از زمان وحی تا قیامت کتابی است که تمام بشر، عامی، عالم، فیلسوف، عارف، فقیه، همه از او استفاده می کنند. این حرف درسته؟ این حرف هم درسته، لیکن با تناقض‌های شما چطوری در میاد؟ اگر کتاب چنینه، چرا امام زمان قرآن دزدتون 2/3 قرآن با خودش دزدیده برده؟ چرا شما خودت ادعا میکنی که هر که ادعا کنه قرآن قابل فهمه غرق در جهله؟ اگر این سخن تقیه نیست به خاطر مردم، به خاطر که عالمان بزرگ جهان اسلام تکفیرت کردند، با این حرفا راضیشون کنید، اون حرفا رو چیکار میکنید؟ اگر قرآنی که قابل فهم نیست، قرآنی که 2/3 امام زمان دزدیده برده با خودش، این قرآنی که در میان مردم از قابل فهم نیست، این حرفا با اینا قابل جمعه؟ این تناقضات چیه آقای خمینی، آقای خامنه‌ای؟ تناقضات استاد تو رفع کن. یعنی کتابی است که در عین حال که نازل شده است از مرحله غیب. آقا اگر شما این کتاب رو قبول دارید، چرا این کتاب رو حکم قرار نمیدید برای حل اختلاف شیعه و سنی؟ آیا آیت الله برقعی، علامه برقعی حق نداره بگه که خدا رحمتش کنه که شیعه حاضر نیست برای حل اختلافات خودش با بقیه مسلمانان قرآن رو حکم قرار بده؟ چرا شما حاضر نیستید؟ به مرحله شهود و گسترده شده است پیش ما جمعیتی که در عالم طبیعت هستیم
در عین حالی که متنزل شده است از اون مقام و رسیده است به جایی که استفاده ما بتوانیم از او بکنیم، در عین حال مسائلی در او هست که همه مردم، عامی و عارف و عالم و غیر عالم، از او استفاده می کند و مسائلی در او هست که مختص قطع شد. نمیدونم تا اینجا آخرش بود. احتمالا کلیپ بعدی شاید. بله انتها. بعض مسائل او را غیر از اولیاء خدای تبارک و تعالی کسی نمیتواند ادراک کند مگر با تفسیری که از آنان وارد میشد به مقدار اینجا مقصود از اولیا و تفسیرشون ائمه است که شیعه به زور اونها را امام قرار داده، ائمه جعلی که شیعه به زور درست کرده و خود اون ائمه بزرگوار اهل سنت بودن، امامت آسمانی نداشتن، همچین ادعایی هم نکردن و این ادعاش هم دروغه. ادعای آقای خمینی در اینکه ائمه اسرار خاصی داشتن دروغه. از حضرت علی رضی الله تعالی عنه و کرم وجهه سوال شد که آیا شما علم خاصی داری؟ گفت نه، ما چیز خاصی نداریم، همین که باقی شنیدن. لیکن شما بر علی دروغ میگویید. تعدادی که در بشر هست مورد استفاده قرار میگیرد. عرض کردم با این تناقض هایی که این حرفا که میزنه معلوم نیست که از سر تقیه گفته یا نه، و تناقض ها و عقیده خمینی با آنچه در کتب خمینی هست قابل جمع نیست. با ولایت تکوینی که خمینی با خامنه‌ای و دیگرانی که به این قول گفتند که ائمه فرماندهان هستی هستند و این کفر صریحه، قابل جمع نیست. آقای عبدالمجید از زاهدان، این سگ چه کار کرد با آقای دجال؟ نه، این سگ با شرفتره. اون چرا که انجام داد یک چیز بد برای انسان ها بده، لیکن یه سنت طبیعیه. اما اون چرا که آخوند انجام داد دروغ، سنت طبیعی نیست، سنت شیطانیه. آقای قاسم هدایت شده بارکزهی، سلام علیکم. علیکم السلام. ماشاءالله و عکست واقعا نوجوانید، خدا بهت برکت بده. این عکس مال خودته؟ عکس را به نمایش نگذاری. نه قطعا نه. این عکس برادر من است. 7 سال پیش در سن 20 سالگی در روز جمعه از خانه بیرون رفت و دیگه پیداش نکردیم. اسمش غنی است و خونه ما کرج بود. رفته بود تهران و در آزادی رژیم خونخوار و ظالم ایران و را گرفته بودند و غنی به ما زنگ زد، منو گرفتن. ما فکر کردیم الکی میگه، ناراحت شده از دست ما، اما بعد 2 الی 3 روز خبری نشد ازش. بعدش ما نگران شدیم، خبری نشد ازش. بعدش ما نگران شدیم و مادرم در طول این 7 سال، مثلا شما سال ننوشید، خواستار دیدن زندانی های سیاسی شده اما بهش اجازه ندادن. استاد ما شک به رژیم ایران داریم. نه مشخصه، وقتی گفته منو گرفتن مشخصه دیگه که برادرم رو در زندان سیاسی بلای بی سرش آوردن، چون در آخرین تماسش گفت منو این سربازا پلیس گرفتن و منو ول نمیکنن. برادرم نامزد داشت. حالا حکم نامزدش چی میشه؟ مادرم میگه باید 20 سال صبر کنه. نه لازم نیست که 20 سال صبر کنه، ولی نامزدش با بدزبانی خواستار طلاق است. به نظرتون چیکاره بهتر؟ نه، نامزد که طلاق نمیخواد. طلاق وقتیه که ازدواج شده باشه، طلاق وقتیه که عقد بسته شده باشه. دقت میکنی؟ و در مورد برادرم از آخونده خیلی بدش میاد. شاید حرفی زد رژیم زده باشه، دلش همین
همینه، ولی خدا بهتر میدونه. به هر حال نامزدش در این مورد حق داره که طلاق بخواد اگه ازدواج شده، اگه عقد بسته شده. خداوند فرجی براش بیارد. برای پدرم دعا کنید. وفات شده. همیشه قبل هدایتم میگفت نماز بخون، اما من مسخرهش میکردم و فکر میکردم پدرم عقب افتاده است و هیچ ارزشی تمام خانواده ما جز خواهرم بهش نمیداد. الله اکبر. همه میگفتن این از زمان پیامبر اومده، خیلی ساده است. حالا فهمیدم چه اشتباه بزرگی کردم، اما در نمازهایم براش بسیار دعا میکنم. بله، همین که براش دعا میکنی بسیار خوبه. نکاح بسته بود اما همسر هم بسته نشده بودن. نه، پس نکاح بسته شده، ازدواج شده، تمام شده و وقتی طلاق میخواد شما معطلش نکنید. البته طلاق باید محکمه بده در چنین حالتی، محکمه رسمی دولت. شما که نمیدونی او کجاست، شما که نمیدونی او زنده مرده، خدا نکرده. خداوند فرجی بیارد. انشالله روزی که مژده بیرون دیدنشو داده به ما بدید. آقای اشکنامی هدایت شده. سلام علیکم. سلام. پدر مهربان خدایشتون بده. استاد، من اگه نماز هم رو با صوت بخونم گریم میگیره و اشکام تمامی نداره. این گونه نماز هم مشکلی پیش نمیاد؟ نه، اصلا پیش نمیاد و خوشا به حالتون چونین رقت قلبی دارید. چون نمازهایم طول میکشه به خاطر گریه. نه، مشکلی نیست، مشکلی نیست. و وقتی میبینی که با صدا گریت میگیره آهسته بخون، ولی در هر دو حالت مشکلی نیست. حکومت اسلامی طالبان ترک دادن معتادها. بله، 20 سالی را که دموکراسی امریکا اونجا رو به گند کشید، کشور رو دست دزدان و معتادان و زانیان و فسادکاران داد که روشنفکران منقلی بیرونشین همش طرفداری اونها میکنند. الان طالبان ناچارند که این مصیبت ها را علاج کنند. خدا بهشون توفیق بده. این بچه های مثل گل معتاد شدن. خدا لعنت کند کسانی که امریکا رو آوردن به افغانستان. ساختن جامعه ساده نیست که هرچی انتقاد الان سر طالبان بکشیم. گفته میشد چی؟ 11% از جمعیت امریکایان مصرف کننده و 4 تا 6% نیز معتاد مواد مخدر هستند. اعوذ بالله، اعوذ بالله. هر چی داره کارت اینجا. چی داره کارت اینجا؟ نه اینجا بگه، بچه اینجا بگه. ها؟ یا زاویه قصد برو چیز مصاب نیست؟ برو دارای. طالبان هر کار بکنن در که نمایشی میدونن، هر کار بکنن میگن نه نمایشیه. این مهم نیست، مهم اینه که جامعه اصلاح بشه و خدا راضی بشه. این مهمه. از دشمنان قسم خورده اسلام انتظار نداشته باشید که از طالبان راضی باشن.
هر که ضد اسلام دشمن طالبانه. تجارت مواد مخدر در سالهای گذشته میلیون‌ها دلار نصیب طالبان کرده. از کجا؟ اینا دروغ هاست. همه تلویزیون‌های دروغگو از اسرائیل گرفته تا امریکا اینو منتشر کردن. مگه دست طالبان بوده کشور؟ بیا از زیر پل‌ها آشغالدان‌ها جردند آوردنشون روی تخت ها که مواد که ترک احتیاط کنند. نه اینم افترایی بیش نیست. بعید است که طالبان در بلند مدت از درآمد ارزی صادرات مواد مخدر چشم‌پوشی کنند. اینم افترایی بیش نیست. تجارت مواد مخدر حرامه. یارون این آقای کلیپ فرستاده یا کسی که این کلیپ درست کرده نذاشت، نتونست تحمل کنه، آمده سم ریخته روش. آقای پهلوان فرنام سلام استاد. یکی نیست بگه به این آخونده که برای خمینی معجزه تراشیده، بگه آخه وقتی که میتونست پستان خشک یه زن دیگری رو شیر بیاره چرا پستان مادر خودشو شیردار نکرده؟ بله این من بارها گفتم. آقای عبدالله از بوشهر، این موضوع کلیپ بالایی بود. شما حاضری در ایران زندگی کنید؟ ببینید. شما حاضری تو ایران زندگی کنی؟ من فکر کردم دیروز شما بله. شما حاضری تو ایران زندگی کنی؟ آقای احمد سلام استاد. دیشب فرمودی که شبکه میخواد قطع بشه، آیا به خاطر مسائل مالی هست؟ من سرمایه زیادی ندارم اما یه ماشین دارم که حدود 100 میلیون میخرن. اگه مشکل برطرف باشه 1 ماه با ماشین حل میکنه، بعدش چی؟ خدا به سرمایه‌تون برکت بده. فکر کنم فردا آخر. بله به هر حال اگه قطع شد انشاءالله که از راه فیسبوک درس‌ها رو ادامه میدیم انشاءالله. یه فکری میکنیم باش. آقای سید شهاب محمودی شما یک کلیپ فرستادید، یک لینک ننوشتی که چی هست. سخنان صدام حسین در مورد خمینی. الدجال يعني شلون تطلع بجرايدكم انتم خميني الدجال؟ هم يقولون خميني الدجال المعارضه الايرانيه، هم احنا منسقين وياهم. با این تفاوت که شما زود فهمیدید دجاله، مردم دیر فهمیدن. لكن هم ايضا بالتعامل اكتشفوا بها. خب این متاسفانه زیرنویسش خیلی پایینه. آقای بسم الله امینی انسان وقتی وفات میکنه پدر مادر یا رفیقش رو زیر خاک میبینه؟ بله. آقای عبدالکریم آیا شیعیان در وقت ذبح کردن بسم الله میگویند؟ در احکامشان چگونه آمده است؟ بله بسم الله میگویند.
آیا این سخن رسول الله است که خداوند امور بزرگ رو دوست می‌دارد و امور کوچک بدش میاد؟ بله. ان الله یحب معالی الامور و یکره سفاسفها. از امور بی ارزش بدش میاد. آیا این حدیث قوی ترین سلاح موحد دعاست؟ بله. تو شما گفته سرباز تک نفره، بنده هم در اینجا شاگرد تک نفره هستم. خب شاگرد تک نفره، حرف سرباز تک نفره رو گوش کن، برو لاهور تا یک عالم خوب بشید. حتی یک نفر ها نمیشن که در اینجا شبکه شما رو گوش کنند. برای که شما خودت وقتی ظاهر نمی کنی دیگران هم ظاهر نمی کنن دیگه. ولی از تاجیکستان شنوندگان زیادی داریم. آیا الله در موحدین و مؤمنان حقیقی و حقجو تا آخر عمرش همیشه مصیبت و مشکلات میفرسته؟ همیشه نه. گاهگاهی مشکلات میفرسته تا پیام خدا یا برای رفع درجاتشون باشه، یا برای توجه دادنشون باشه، یا برای کفاره گناهانشون باشه. ولقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو بر رنج آفریدیم. اینجا رنج خانه. اگه گنج خانه می بود هیچ کس آرزوی آخرت نمی کرد. امور بزرگ که الله دوست داره کدوم است؟ امور بزرگ همه امور بزرگ، علم، دانش، توحید، دین. یعنی انسان وقتشو به چیزی صرف کنه که ارزش داره، چیزای با ارزش. امور کوچک مثلا اشیاء پست، بازی پاسور بازی، مثلا تریاق، چرس، بنگ، هر چی که نامشروعه. همه مشروعات خداوند دوست داره، همه نامشروع نه. برای من دعا کنید که بعد جور کارها گره به هم خورده. خداوند راه تو به لاهور آماده بکنه و از وسط مصیبت ها برات نوری پیدا کنه. آقای موحد سرحد، اهدای عضو چه حکمی داره؟ اهدای عضو بدون پول باشه جایزه، بدون اینکه بر خود انسان ضرر قطعی داشته باشه جایزه. اگه با پول باشه یا ضرر قطعی داشته باشه خیر. اسرائیل یعنی چی؟ اسرائیل یعنی الله، اسرائیل همه اینا یعنی بنده. مثل شما میگین عبدالرحیم، عبدالرحمن، عبدالعزیز، عبدالحق، عبدالکذا. عبد یعنی بنده. اسرائیل اینطوریه. آقای ابو یاسر تاجیک از مدینه. علیکم السلام رحمت الله. معاون شهرداری پایتخت ایران: نگذارید افغان‌ها به تهران بیان، بگیرید و رد مرزشون بکنید. بله، نگرش رژیم ایران به افغان‌ها بسیار تحقیر آمیزه، به دو علت. یکی به خاطر سنی بودنشون، یکی به خاطر اینکه این ملت قهرمان بود که صفحه ننگین صفوی رو در ایران برچید. اتفاقا همین موضوع چند لحظه قبل در تلویزیون عربی هم گفتم. این نگرش نجات پرستی است که رژیم ایران این نجات پرستی رو نه فقط با برادران افغان داره، بلکه با هموطنان کرد و بلوچ و ترک و ترکمن و عرب هم داره. با وجودی که رهبرش خودش ترک آذریه. رهبر ایران خامنه‌ای ترک آذریه. پدرش از آذربایجان رفته به مشهد به اصطلاح جوار بتخانه و بعدا پسرش این ناخلف شده که میبینید که لعنت خدا بر او و بر دار دستش باد. آیا مولودی جشن گرفتن حرامه؟ بله، مولودی جشن گرفتن حرامه. در سال یک روز رو تخصیص بدید که جشن بگیرید، این نادرسته.
لیکن شناختن پیغمبر و تعصیبش نه در سال یک روز، بلکه در همه سال، در هر لحظه، در هر وقت فرض عینه. خطبه های بنده در این روزها به این موضوع متعلقه که انشاءالله ترجمهش رو براتون خواهم فرستاد با پیشنهادی که آقای برادرمون از ورامین کرد. آقای موحد خمین کجای مدت هاست که نیستید؟ کلیپی فرستادید؟ این کلیپ من دیشب نشون دادم راجع به خلخالی، ولی بعضیا میگن این خلخالی نیست، بعضیا میگن مالی رشوه‌خواره در پاکستان، بعضیا میگن مال هند. آدم نمیدونه چطوری تحقیق کنه اینو. دوستان خواهش میکنم زنگ نزنید. آقای ادریس از زاهدان زنگ نزن، بنویس. سلام علیکم جون حضرت مولانا صاحب، خوبه؟ چه خبرین مولانا جان؟ خوبه دیگه؟ خب به خاطر همین یه سلام علیکم این همه زنگ میزنید. پیام ما رو هم نگاهی بکن. کدوم پیام شما همین سلام علیکم بس، پیام دیگری که ندارید که. کدوم پیام شما رو؟ آقای ابو محمد هدایت شده از اهواز، خسته نباشید. سلامت. آیا قطع شبکه ماهواره توحیدی مانند شبکه وصال عربی و شبکه شما به مثال سیاسی است؟ نه به سیاست هیچ ربطی نداره. مثلا مادی است و مادی اداری است، دوتاش با همه. دقت می‌کنید؟ و حد اکثرش تا 2-3 ماه حل میشه، حد اقلش خدا داند. به سیاست هیچ ربطی نداره. سلام دکتر، خداگواه آقای شکری از شهریار. خانمم میگفت خواب دیدم، تلویزیون رو روشن کردم، گاهی دکتر مرزازی صحبت میکرد، گاهی چهره حضرت محمد صلی الله علیه و آله میامد صلی الله علیه و سلم رو تلویزیون. مردم زیادی هم شیعه بودن، در برابر حضرت محمد سر به زمین میذاشتن. الله اکبر، الله اکبر. خداوند خیر دنیا و قیامت نصیبتون کنه. ای خدایا ما رو در این راه بگردان. دعا خواب بسیار خوبیه. آقای عبدالمجید از زاهدان. سخنرانی محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء امارات اسلامی افغانستان در نشست پارلمان مسکو بعد از همسام و بعد جناب آقای سرگی لاوروف وزیر امور خارجه فدرال روسیه، نمایندگان محترم کشورها شرکت کننده و نشست همه حاضرین در سالن. وقت همه شما بخیر. خیلی خوشحالم که این بار در حالی در نشست پارلمان مسکو اشتراک میکنم که صلح و ثبات و افغانستان برگشته. بله، اگه داعش و فاطمیون و ایران بگذارند و حاکمیت ملی دوباره اعاده شده است. بیاد دارم نخستین بار در نوامبر سال 2018 در نشست پارلمان مسکو در همین جا اشتراک نمودیم. در آن زمان دغدغه و نگرانی جدی حاضرین مجلس از ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان بود. بله.
اکنون با وجود اینکه یک تحول تاریخی در 15 آگوست رقم خورد، ما این تحول بدون خونریزی و ویرانی و ویرانی صورت گرفت. کاش که در همراه با تاریخ گریگوری که به اصطلاح میلادی تاریخ اسلامی هم ذکر میکردیم، اما این تحول بدون خونریزی و ویرانی صورت گرفت. اکنون که حکومت جدید اسلامی تحت زعامت امارت اسلامی افغانستان شکل گرفته است، به حیث یک حکومت مسئول به تمامی کشورهای جهان، منطقه به ویژه همسایه ما اطمینان میدهیم که وضع امنیتی افغانستان قابل اطمینان است و هیچ تهدیدی برای کشورهای دور و نزدیک در افغانستان وجود ندارد، جز برای سلفی ها، جز برای اهل حدیث، جز برای اهل سنت. شما باید این مشکل هم حل کنید که تا دشمنانتون مجال پیدا نکنند. حالا افغان ها صاحب یک حکومت مسئول، متحد به منافع ملی و حفظ آزادی سیاسی کشور خویش است. همچنان حکومت فعلی به جامعه بین المللی اطمینان میدهد که به حیث یک حکومت مسئول تمامی مسئولیت ملی و بین المللیش را به خوبی درک میکند. حاضرین محترم، ما به تاریخ 15 آگوست زمانی وارد شهر کابل شدیم که مردم کابل و سران مردمی از نیروهای امارت اسلامی افغانستان خواستند که برای حفظ جان، مال و تأسیسات ملی وارد شهر کابل بشن. درسته، این حرفشون درسته. مسئول نخست اداره پیشین همه را با فرار غیر مترقبش غافلگیر نمود، چون خودش فرار کرد، هم اونها و هم امریکا. ما مجبوران وارد شهر شدیم و رهبری امارات اسلامی برای سر و سامان دادن ماشین حکومتداری یک کابینه سرپرست را اعلام نمود. رهبری امارات اسلامی افغانستان تلاش نموده است تا حضور تمامی اقوام و اقشار جامعه افغانستان را در حکومت جدید اسلامی یقینی نماید. باید به یاد داشته باشیم تحول اخیر یک تحول انقلابی گونه بود، اما ما به مردم خود اطمینان می‌دهیم که پروسه اصلاحات در ساختار سیاسی کشور ادامه دارد. نباید فراموش کرد که پروسه اصلاحات در نظام‌های سیاسی زمانگیر میباشد. بله، این حرف درسته، اما عزم و اراده جدی در رهبری ما وجود دارد که حکومت جدید خدمات معیاری و سریع به مردم ما ارائه نماید. شما همه شاهد هستید که مردم افغانستان در جریان 20 سال گذشته از فساد گسترده خیلی رنج بردند. متاسفانه فساد در رژیم گذشته تمامی بخش‌های ساختار سیاسی را در بر گرفته بود و با وجود وعده‌های زیبا در مجامع بین المللی، هر جا که امریکا رفته فاسدان رو سر کار آورده. کجا امریکا استعمار، کجا صالحان رو سر کار میاره؟ تا آخرین لحظه رژیم قبلی هیچ پیشرفتی در عرصه مبارزه با فساد اداری صورت نگرفت و سران نظام قبلی از هر فرصتی برای زراندوزی و حیف و میل کردن ثروت‌های ملی استفاده نمودند. ما حکومتی را به ارث بردیم که قرضدار همسایه‌ها بود، حتی ماها معاش مامورین را نیز نپرداخته بودند. همه این حرفا درسته. حکومت جدید اسلامی در مدت زمان کم ثابت ساخته در امر مبارزه با فساد اداری و حکومتداری خیلی خوب خیلی جدی است. حکومتداری خوب خیلی جدی و کمترین مدارا در مقابل فساد وجود ندارد. ما درک میکنیم که مردم ما از جنگ‌های تحمیلی بیگانه‌ها، تحمیل ساختارهای سیاسی بیگانه و فساد گسترده به سطوح آمدند. بله، مگر اینکه تلویزیون‌های بیرونشین و اربابانشون در غرب احمد مسعود و دیگران رو باز مست کنند برای جنگ سومی را بندازند در افغانستان. این مسئولیت حکومت ماست تا برای مردم خویش مانند دیگر ملت‌های جهان خدمات خوب ارائه نماییم. حضار گرامی، حکومت فعلی توانست پس از بیشتر از 40 سال جنگ و ویرانی برای نخستین بار حاکمیت نظام را بر تمامی بخش‌های کشور تضمین نماید. افغانستان اکنون ساختار سیاسی دارد و دارای سلسله مراتب واضح، قمانده واحد و یک دست می باشد، قمانده فرمانده. ما در افغانستان دیگر چیزی به نام جزیره‌های قدرت نداریم. حکومت کنونی تمام ارکان دولت جدید که عبارتند از قلمرو حکومت حاکمیت ملی و جمعیت را با خود دارد و مردم ما از این دست آورد بزرگ خیلی خوشحالند. بنابراین از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که حکومت فعلی افغانستان را به رسمیت بشناسند. مردم ما برای نخستین بار صاحب یک حکومت سرتاسری میشوند. توقع دارند که جامعه جهانی با حکومتشان تعامل رسمی داشته باشد. انزوای افغانستان به نفع هیچ جهت نیست و این در گذشته نیز ثابت شده است. حکومت افغانستان آماده است که روی تمامی نگرانی‌های جامعه جهانی
به تمام وضاحت، شفافیت، صراحت گفتگو نماید. شرکت کنندگان محترم، میخواهم یادآور شوم که مردم افغانستان به هیچ کشور ملت جان اراده ضرر رساندن را ندارند. ما به حیث یک ملت متمدن دارای دین، فرهنگ و ارزش‌های عالی انسانی می‌خواهیم در یک فضای مسالمت آمیز زندگی داشته باشیم. ما با کشورهای همسایه، منطقه و جهان روابطی می‌خواهیم که بر اصل احترام گذاری به حاکمیت ملی و احترام متقابل استوار باشد. با استفاده از این تریبون بار دیگر بر ایالات متحده آمریکا صدا می‌کنیم ریزروهای بانک مرکزی افغانستان را از انجماد بیرون بیاورد، یا رزروهای، مقصودش سرمایه های. این در حقیقت مال و ثروت مردم افغانستان است و نباید بهای تفاوت نظرهای سیاسی مردم را رنج دیده ما بپردازند. میخواهم واضح بسازم که امارت اسلامی افغانستان در گذشته نیز ثابت ساخته است که برای حفظ آزادی، ارزش‌های ملی و دینی و منافع اولیای کشور زیر هیچ گونه فشار آماده معامله نخواهد شد که برای مردم ما قابل قبول نباشد. گزینه‌های فشار در گذشته ثابت شده که نتیجه نمیدهد. خوب است از در تفاهم با هم تعامل داشته باشیم. امارت اسلامی به حیث یک حکومت مشروع مسئول آماده هر گونه تعامل متمدن با بقیه جهان است. در پایان بار دیگر از فدراتیو روسیه به خصوص از آقای وزیر امور خارجه تشکر می‌نمایم که این فرصت را مساعد ساخت تا پیام حکومت و مردم افغانستان را با کشورهای شرکت کننده شریک بسازیم. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی. بسیار خوب. الان داعش میاد میگه اینا کفر همش. یک تعداد از آقای محمد از افغانستان، یک تعداد از علمای افغانستان به شمول برنامه سازان اسلامی در امریکا تحلیل از میلاد محمد صلی الله علیه و سلم میکنند و یک هفته را اختصاص میدن به نام هفته سیرت. چرا؟ خب این صوفیان اینو جایز میدونن دیگه. افغانستان هم که پر از تصوفه متاسفانه. نه فقط افغانستان، صوفیان در همه جا اینو هم در کنار ده ها و صدها بدعتی گذاشتن. این هم یکی از بدعت هاست. آیا پیامبر خودش نمیدونست؟ صحابهش نمیدونستن؟ ائمه اربعه نمیدونستن؟ تابعین نمیدونستن؟ اهل بیت نمیدونستن؟ تا 600 سال بعد دولت خبیثه فاطمیه بیاد از مسیح پرستان تقلید کنه و بدعت مولود راه بندازه؟ آقای ادریس از زاهدان، بلوچی متوجه نمیشه. چرا بلوچی متوجه میشم، لیکن شما فقط سلام علیک کردی، پیامی نداشتی. شماره ناشناس. آقای عبدالرحمن از ترکمن صحرا. ببینم برخی سنت های رسول الله در شیوه رایج احناف ثابت نیست، در حالی که احادیث صحیح آن را ثابت کرده و در کتاب مرحوم آلبانی هم آمده. به جای مرحوم بنویسی آلبانی رحمه الله. ما که نمیدونیم مرحوم کیه. هیچ کسی مرحوم یعنی اینه که رحمت شده. رحمه الله دعای خدا رحمتش کنه. خب حال اگر بخوایم به آن عمل کنیم ممکنه مخالفت با مذهب تلقی بشه و بعضا به بحث و تفرقه بکشه. در این مورد تکلیف چیست؟ سنت پیغمبر عمل کردن را بیشتر از هر چیزی ارزش داره، مخی که مسئله بسیار عادی باشه، مسئله مستحبی باشه.
دقت میکنی که برای که اختلاف نشه، ولیکن به سنت پیغمبر اگر اهل سنت عمل نکنند کی عمل میکنه؟ اهل بدعت. سلام بر شما آقای عبدالمجید. من فقط سر برنامه میتونم جواب بدم، بعد از برنامه نمیتونم جواب بدم. چیزی داری بنویسی لطفا. آقای حامد هدایت شده از ملایر. سخنان مولانا عبدالعزیز در مجلس خبرگان، خدا رحمتش کنه. و سنی برادرند. هر شب امام می فرماید که سنی و شیعه برادر هستند، بیاییم برادری را ثابت بکنیم. هر حقوقی که برای مذهب شیعه قائل می شوید برای اهل سنت و برادران خود که 10 میلیون یا 8 میلیون هستند در کشور ایران، باید به اونها بید. اگر دنبال مذهب جعفری و اثناعشری میگذارید رسمیت دارد، باید به دنبال مذاهب اهل تسنن بگذارید، اینها هم رسمیت دارند. مذهب عالم اسلام اهل تسنن را مثل مذهب جعفری بدانید، همچنان که ما مذهب جعفری را مثل مذاهب اربع خود میدانیم و دانستیم. شیخ شلتوت اعلام کرد خدا رحمتش کند که مذهب جعفری یکی از مذاهب اربعه هست، هیچ فرقی بین مذاهب خمسه نیست. بیایید وسعت صدر نشان بدهید و هر چیزی و هر امتیازی که برای مذهب شیعه قائل هستید و برای مذهب شیعه قائل میشوید، برای مذهب اهل تسنن قائل بشوید اگر برادری و برابری هست. خدا رحمتش کنه. این موقع من اونجا بودم، خودم بنده همراهش بودم، همه این حرفا یادم میاد. سلام علیکم. به نظر دارم درباره زمانی که برنامه زنده نداشته باشید، چون دیشب فرمودید شاید چند وقت دیگه برنامه قطع بشه. امروز خبر دادن که فردا آخرین جلسه و ما خیلی پریشان حال شدیم. و نظر بنده حقیر این است که لااقل تفسیر برنامه رو به صورت کلیپ در واتساپ بفرستید. من سعی میکنم که در فیسبوک درس زنده داشته باشم انشاءالله. آیا تا ما بیشتر استفاده کنیم از وسایل شما استفاده کامل را ببریم. خیلی متشکرم از شما. شما هم دعا کنید خداوند چاره ساز، ناامید نشید. باشه در هر تنظیم و مسلک باشه، او حق پیدا کرده نمیتونه، راهیاب نمیشه. چرا که اولین شرط راهیابی مولانا متوکل خداوند شهادتش را بپذیرد و قاتلانش را نفرین کند. انابت است و انابت ترک ضد و عناد. میگه این نص قرآن کریم است و یهدی الیه من اناب. بسوی الله متعال الله هدایت میکنه کسی را که او انابت داشته باشه، ضدیت عناد ترک بکنه. از او خاطر امروز امت که میسوزه در پراگندگی و در اختلاف و چند پارچگی از دست امی عناد و ضد است. اگر واقعا این ضد و تعصب نباشه، رجوع به کتاب الله بکنیم، رجوع به حدیث پیغمبر بکنیم، اما مسائل حل است. امروز یک طایفه به نام شیعه و دیگه به نام سنی هست. ببینیم که چه حالات میشه. در مراجعه بکنیم به اون کتابی که همگی متفق هستیم، دستورات الهی در وقتی که مصیبت به کس. الان که خدا رحمتش کنه، الان که یا داعش یا فاطمیون یا اطلاعات ایران که مساجد شیعه رو منفجر میکنه، من به نظرم مساجد شیعه و سنی یکی باشه، به این معنا که شیعیان پراکنده بشن در مساجد اهل سنت تا کسی اونا رو هدف نتونه قرار بده و در مذهبشون پشت سر اهل سنت نماز خوندن جایزه. اگر چون طرح بزرگ عملی بشه، هم
هدف قرار دادن شیعیان از بین میره و هم نماز اونها ادا میشه و هم ایران به هدف خودش نمیرسه. ایران ولایت فقیه میرسه چی است؟ الله برای ما چی گفته؟ چی فرمان داده؟ گریان کنیم؟ لطه های سیاره بند کنیم؟ کلمات شرکی یا حسین یا علی و یا ابوالفضل نوشته کنیم؟ کدامش بکنیم؟ مراجعه به کتب بکنیم. افسوسی است که یک تعداد مردمان ناعب به علم و جاهل باز ملاهای امین طایفه ها را میگه عظیمترین عالم است در کابل. لعنتی الله سرت نمیشه. کسی که صراحتا قطعا آشکارا از کتاب الله انحراف میکنه به خاطر ثبوت موقف سیاسی خود و دین وسیله و دین ذریعه برای موقف سیاسی خود جور میکنه. و آدم چه قسم عالم است؟ و عالم است یا جاهل است؟ لیکن یک ملت قدر تاریک است. قریب است که امی نعوذ بالله مرض مهلک در ای اهل تسنن هم سرایت کنه به نام رهبر تنظیم و رهبر فلان. آخرش دموه مقصد میرسیم. ولی به الله قسم این گپای رسول الله صادق است، این راست است. یا بی قتاده رو دلانه که میگه که رسول الله فرموده 4 چیز است که امت ما ترکدنی نیسته. این واقعیت داره، پیغمبر راست میگه. ما ملت خود تباه میکنیم با جای از این کتابداری دین بکنیم، با جای از این که در پیروی کتاب الله قدم بگذاریم و تمام تشریحات رسول الله را در پیش رو بگذاریم. ما برخلاف آیت قرآن، برخلاف فرمودات و تعلیمات رسول الله دنبال قوم گشتیم، دنبال لسان گشتیم، دنبال تنظیم گشتیم، دنبال مذهب گشتیم. دین چرا میگه؟ دین عبارت از تابعداری نظام الله هست. لیکن در روشنی تشریح پیغمبر صلی الله علیه و سلم چرا نمیریم قدم بالا نمیکنیم؟ ملای ما امروز میره در امون محافلی که با ابوبکر و عمر لعن گفته میشه، به امون محافلی که مادر مؤمنه عایشه صدیقه رضی الله عنها را فاحشه تلقی میکنه، ملای ما میره اونجا تقریر میکنه، اون مجمعه را اون مجلس تایید میکنه، رئیس دولت ما میره، وزیر ما میره. با کدام آیت قرآن تو عقیده داری و با کدام حدیث رسول الله تو واقعا باور داری؟ کدام چیز است؟ چرا این قسم میشه؟ آیا این روز مذهبی است یا روز سیاسی است؟ کدامش است؟ رحمت خدا بر او باد که حق و پوشکنده میگه و چون افرادی خیلی کمند. آقای محمد از روسیه: در صورت امکان است شیخ نصرالدین آلبانی رحمت الله علیه و زندگی و خصوصیات ایشون یادآوری شوید. ایشون به قولی که از دوستانمون معجزه قرن 20 در علم حدیث بود. یکی از نوادر دوران در حدیث ایشون مثل شیخ بن باز، مثل علمای بزرگ قرن 20 و زندگیش جلسات میخواد. میشه اینستاگرام لایو زنده بذارید، به نظرم خوبه. اینم فکرشو میکنم آقای عبدالمجید، اینم فکرشو میکنم انشاءالله. جناب شیخ شخصی مطالعه کنید، بعد اگر خواستید تعبیر این خواب چیست. میدونی که اینجا خواب تعبیر نمیشه. همین که پیامبر رو خواب دیدید بهترین خوابه، مبارکت باشه.
به سنت شنگ بزن بیش از پیش. کلیپی در مورد حزب الله لبنان و تحولات اخیر اتفاق افتاده. در این پیام تهدیدآمیز حسن نصرالله رهبر حزب الله تعداد ستیزجویان مرد این شبکه تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی در لبنان را بیش از اونچه که پیش بینی میشد اعلام کرد. مدربین، مردان آموزش دیده، متشکل، سازمان یافته، مسلح، با تجربه و با روحیه جنگی. اینو من شنیدم و انشاءالله یه روز دیگه شاید اگه خدا توفیق بده و فرصتی باشه. چند روز رو من نمیدونم، بستگی به حد اکثرش 2-3 ماه، حد اکثرش، حد اقلشو نمیدونم. آقای هدایت شده هیئتی، سلام و درود فراوان به شما. علیکم السلام، تا سلامت باشید. استاد واقعا از اعماق دل بر تمام آنهایی که اموال و پولهایی که از شبکه توحید به نامردی و با وقاحت تمام به نفع خود مصادره کردند فقری در این دنیا عطا کند، آنچنان که درس عبرتی برای تمام افراد چون منافق و خائن و حیله‌گر شود. آقایان انصاری، خدمتی، عقیل، نه خدمتی و عقیل ظاهرا در این مورد به خصوص نقشی نداشتن. نقششون نقش عقیل فقط، خدمتی رو نمیدونم. در انتشار کلیپی بود که دستهای پنهان بر علیه بنده درست کردن که بنده رو همکار اطلاعات ایران میدونن و خداوند نیامرد شما. هر آن که در این دسیسه کثیف و نفاق و شوم علیه شما دست داشت. آمین یا رب. دنیا دیگه پستی و برندی داره، لیکن هر نقمتی، ببخشید، هر مصیبتی نعمتی درش هست. آدم تسلیم رضای خدا باشه. خب ولی هنوز که یه جلسه داریم، فردا انشاءالله با هم خداحافظی میکنیم. فعلا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و از دعاهاتون و همدردیتون خیلی متشکرم. هر گفتمان قومی به شدت باید سرکوب بشه، به شدت باید سرکوب بشه، به شدت باید سرکوب بشه. پشت هر حرف اینا، حتی اگر به ظاهر تجزیه طلبی نیست، باید به سرکوب بشه. به خصوص جریان در کردستان آذربایجان. هر حرفی آموزش، ما بچه‌هامون میان مدرسه تا 7 سالگی